درود و سلام عرض میکنم به یکایک شما تماشابینان عزیز گرامی، تماشابینانی که طول یک هفته انتظار برنامه های ما بودید و به ما می نوشتید و انتظار بودید که کی ما با شما روبرو می شویم. و آنهایی که آبونه شبکه اجتماعی پیام تیوی نیستید، من باور دارم که این دفعه شما آبونه می شوید، چون که ما هر دفعه می نگریم که تقریبا 70% تماشابینان ما آبونه به پیام تیوی نیستند. همگی 30% تماشابینان ما آبونه هستند تمام. یعنی 70% از بیرون وارد می شوند به شبکه یوتیوبی پیام تیوی، برنامه های ما را تماشا می کنند و خارج می شوند. کسانی که اینجا هستید و برنامه های ما را تماشا می کنید، از یکایی که شما خواهش میکنم که به شبکه یوتیوبی پیام تیوی آبونه شوید. کفالت میدهم که ضرر نمیبینید، چون که آبونه شدن شما را کسی نمیفهمد. حتی من نمیدونم که شما چی کسید که به شبکه یوتیوبی پیام تیوی آبونه شدگی هستید. لایک موندن شما را، یعنی تگمه پسند را پخش کردن شما را کسی نمیبیند. حتی من نمیدونم که چی کسی تگمه لایک را پخش کرده است. برای همین اینجا فیسبوک نیست، اینجا ادنا کلاسنیکی نیست که ادنا کلاسنیکی تگمه لایک رو پخش کردی حتما بدون تعیین شود که تو کی هستی. در فیسبوک هم تگمه لایک رو پخش کردی دانسته می شود که تو کی هستی. اما اینجا یوتیوب است. در یوتیوب چی کسی تگمه لایک پخش کرد و چی کسی به این شبکه آبونه شد، یگان کس دانسته نمیتواند. حتی سازنده یوتیوب هم نمیتواند دانسته. باور ندارید، من مرحمت معلومات ها را برگرفته بخونید درباره یوتیوب، درباره لایک موندن، درباره آبونه شدن یعنی پادپیسات کردن. همه معلومات ها در اینترنت هست، میتوانید گرفته بخونید. اینجا یگان کس شما را پیگیری کرده نمیتواند، لایک های شما را دیده نمیتواند. پیش از همه از یکایی که شما خواهش میکنم که همین که وارد شدید به دیدن تماشای برنامه آغاز کردید، سر اول تگمه لایک رو پخش کنید. این خواهش ما است. و همچنین آبونه شدن به شبکه یوتیوبی پیام تیوی رو فراموش نکنید. یک اعلان دیگر همین که عین حال این برنامه ما در تلویزیون ماهواره‌ای پیام تیوی توسط ماهواره ایتلسات 7B عین حال در حال پخش است. به خویش و اقربا پیوندانتان میتوانید به تاجیکستان خبر بدهید که اینترنت ترافیکشان را صرف بیهوده نکنند. همون تلویزیونشون یک LMB یا همون گلوفکه که هست، یک گلوفکه رو که مخوری ایتلسات رو میقپد، یعنی موجش رو میگیرد، همون رو به همون توسط خمود به همون پرابلی چیز که پالی در پهلوی همون گلوفکه که هاتبرد اینها رو میگیرد پیوست کنند. قریب که از یک دیگرش فرق نمی کند. در خانه بدون صرف کردن ترافیک اینترنت میتوانند ما را توسط ماهواره ایتلسات 7B از شبکه ماهواره تلویزیون پیام تیوی تماشا کنید. با جز این برنامه ما چندین برنامه هایی هست که میتوانید از آنها بهره ببرید. تماشاچیان عزیز، انا برای همین هم کوشش کنید که با ماهواره ایتلسات 7B به شبکه ماهواره پیام تیوی پیوست شوید و آن مبلغی که برای یوتیوب صرف میکنید حتما برای فرزندانتان از نام گروهی ایجادی تلویزیون ماهواره پیام تیوی یگان قند قرص بخرید، یگان پیچینی بخرید، یگان دستارخوان ناز و نعمت دستارخوانتان را بیشتر بکنید. انا برای همین هم ما کوشش کرده ایستادیم که نوابسته از آن که اینترنت پست می شود، نوابسته از آن که اینترنت را قطع می کنند، نوابسته از آن که موج اینترنت در تاجیکستان خیلی پست است، شما دسترسی به برنامه های ما داشته باشید. این کوشش ما برای همین است. برای همین هم از جانب شما فقط طلب کوشش این است که کوشش کنید توسط ماهواره ایتلسات 7B ما را پیدا کنید. یعنی شبکه
ماهواره‌ای تلویزیون پیام تیوی را. حالا برنامه را آغاز میکنیم. برنامه امروزه ما، موضوع امروزه ما در برنامه فردای تاجیکستان درباره دشمن تراشی و پراکنده کنی است. همتون فهمیدید که این از جانب کی می شود؟ البته از جانب مقامات. یعنی هر گوجه کوششی به هم آمدن ملت هست، در آنجا دست پراکنده کنی مقامات وجود دارد. هر گوجه به وحدت آمدن ملت بویش میبراید، هر گوجه آزادگی مردم، طلب حقوق و آزادی هایش بویش میبراید، آنجا دست فسادکار و دست سرکوب کننده حکومت پیدا می شود. یعنی با چی راه ها؟ به هر راه ها. یکی از راه های اساسی عینی حال مشهور این است که کوشش میکنند ما به همدیگر دشمن باشیم، از یکدیگر خائن تراشیم، یکدیگر را بد بینیم، حتی همسایه به همسایه باوری نداشتگی باشد، برادر با برادر، پدر به پسر، دختر به مادر باوری نداشتگی باشد، همه از یکدیگر گریزیم، همه با یکدیگر یک با حسی ناباوری مناسبت کنیم و این حکومت انا همین خیل آسانکک ما را تماشا کرده بیستد که چگونه ما خونی یکدیگرمان را میخوریم، چگونه به این حکومت حق میدهیم که بیاید بکشد باز خاموش شویم، خونی ما را بریزاند، به قتل برساند و حتی آماده هستیم که در بعضی از منطقه های کشور اتنیسیت به میان بیاید، با وجود اون که گنتسیت هم شد، حالا اتنیسیت شده ایستاده است. یعنی از بین بردن یک گروهی معین مردم، اتنیسیت، اتنوس مردم، تسویت یعنی کشتن. این چی است؟ اتنیسیت یعنی چی؟ اتنیسیت با راه سیاست از بین بردن یعنی خودشناسی، از بین بردن یک قوم، از بین بردن تاریخ یک قوم، زبان یک قوم، زبان یک ملت، فرهنگ، مذهب، اینها رو میگن اتنیسیت. همین چیز حالا در بدخشان به میان آمده است. در بدخشان و مردم بدخشان که دارای زبان جداگانه هستند، دارای مذهب جداگانه هستند، دارای عرف و عادت‌های جداگانه هستند، به این رژیم امروزه خوشش ناآمده ایستاده است. میخواهد این همه را از بین ببرد، میخواهد چیزی را که دوست می‌دارد آنها داشته باشند و چیزی را که آنها دوست می‌دارند به رژیم معقول نیست. با این راه میخواهد تاریخ هزار ساله یک کشور را، یک ملت را، یک منطقه را از بین ببرد و با این میخواهد هزاران سالهایی که خونخوارترین لشکرکش ها نتوانستند بالای سری آنها تسلط بیابند، اینها امروز با استفاده، یعنی سوء استفاده از شرایط زمان امروز که مردم در دست سلاح ندارد، مردم در دست لوازمات جنگی ندارد، اینها با سوء استفاده از این میخواهند یک عملیات اتنیسیتی به میان بیارند.
الکی کرده ایستادن، کرده هم شدن و از نتیجهش امام علی رحمان گپ زد. از نتیجهش گفت که فرمان کشتن را در ولایت مختار کوهستان بدخشان من دادم. حالا گپش رو ببینید. پرزیدنت چی میگوید؟ پرزیدنت اول گپش این است که بی‌ضرر گردانید و لازم شود دستگیر کنید و اگر میسر شد دستگیر کنید. یعنی اول دستگیر کوشش کنید، زنده دستگیر کنید، نه به گپایش جدی اهمیتیه. اول کوشش کنید زنده دستگیر کنید، یک با آنها سوال و جواب کنیم که چی میخواهند، چی نارضایتی دارند، چرا از ما دیو میتراشند، چرا از حکومت ناراضیان، یک فهمیم چی نگفته. امام علی رحمان چی میگوید؟ امر دادم که بینید تا حد امکان یراق به دستها را بی‌ضرر گردانید یا که دستگیر کنید. یعنی بی‌ضرر گردانیدن از دستگیر کردن پیش می ایستد. حالا ما فقط امنیتی ها را، مقامات قدرتی را ملامت میکردیم که شما چی انسانید که دستگیر کرده نمیتوانید مجرمی را. ما نمیدونستیم که اینها امر بی‌ضرر گردانی را از بالا از شخص یکم میگرفتند. یعنی اینها حتی کوششی دستگیر کردن را نمیکردند. یعنی از بالا فرمان را گرفتگی هستند، بی‌ضرر کردن لازم، یعنی کشتنشون در کار است. من به آنها فرمان دادم که بی‌ضرر گردانید یا اینکه دستگیر کنید. اول بی‌ضرر میگردونند، بعد دستگیر میکنند. یعنی هم مرا کشتند، بعد طالب ایم بیکوف رو رفته دستگیر کردن. یعنی این با این نوع اینها به ملت مناسبت میکنند. یعنی هر کس که با اینها گپ میزند و از حقش طلب میکند، باید اینها بی‌ضرر گردانند. یعنی او از حقش که طلب میکند یعنی ضرر دارد و بی‌ضرر گردانیده شود. و از مردم بدخشان امام علی رحمان به یگان چون چرا دشمن تراشید. یعنی جوانانی که از حقشان تلاش کردند اونها بدخشانی نبودند. آنها بدخشانی نبودند. آنها هیچ یگان تأثیر در اونجا نداشتند، ندارند، هم نداشتگی باشند. گاوی کلان همین گپات خودت گوش میکنی، باور داری که آنها هیچ کس بودند. آنها هیچ کس نبودند. شما چند بار به سر میز رفته نشستید. آنها هیچ کس نبودند. چرا از مردم پشتیبانی میبینند؟ 5000 آدم برآمد به میدان. از هیچ کس نبودگی ها 5000 آدم میبراید به پشتیبانیش. اونها که هیچ کس نبودند. خب بیاید یک بار صحبت های کرده امام علی رحمان را در این باره تماشا میکنیم، گوش میکنیم به دقت که چند جمله های تاریخی گفته است که حتما از اون جمله های گفتگیش پرسیده می شود. هم از مردم بدخشان هم از مردم تاجیکستان باید پرسیده شود امام علی رحمان که در یک همین سخنرانی چند دقیقه به شمار در جمله هایش چند جنایت آشکارش واضح صدا می دهند، لیکن او در وظیفهش ایستاده است. در دلخواه جامعه دموکراتی که پرزیدنت این گونه حرف میزند، میگوید که من فرمان دادم که بی‌ضرر گردانید، و
آشکارا بدون هیچ یک سرخشوی دروغ میگوید به مردم که آنها سلاح داشتن 13 نفر را یردار کردن زخمی کردن آشکارا دروغ میگوید مردم را تهمت میکند به جوابگری کشیده میشد این وقت الکی بالایش پرونده جنایی باز میشد اما این پیشوا از پرزیدنت است بیاید یک بار گوش کنیم کسانی که یک کم به حقوق صرفم میروید به قانون صرفم میروید یک بار به حرفهای رئیس جمهور گوش کنید که چقدر به جنایت ها در یک سخنرانی دست میزند زناباد اون چیزی که شده است اونا مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان نیست مردم از نام مردم برآمد میکردن لیکن اونا یک چیزی جزئی بودن مردم یگان وای نداره گناه ندارن مردم بدخشان من دائما گفتم امروز هم میگم هر وقت سفر کردم اینا من تکرار به تکرار میگم اگر مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان سیاستی پیشرفته رهبر دولت از سالهای 90 دستگیری نمیکردن ما شما به این روز دو نمیرسیدیم اونا یک گروه کوچک بودن جنایتکارا اونا چه که نامبر کرده شما همین هم من کوشش کردم همین پای 30 سال مردم گناه نداشت ما هیچ وقت میره باید دائما من میگم که در یک شهر خارق قریب 30,000 اهالی زندگی میکنه و ببینید چند نفری که وای کردن شمارش انگشت شمار است اونا از نام مردم فقط سوء استفاده میکردن اونا مردم بدخشان وای نمیکنن سیمای مردم بدخشان نبودن نیستن همین چیزا ما باید جدا کنیم دائما در مناسبت ما باید جدا کنیم من شخصا همین خیلی جدا میکنم مردم کوهستان تاجیکستان همین کوهستانی هستیم 93% تاجیکستان کوه است اصلا بسیار وای هم احساساتی است هم دلهای پاک دارن چه که باشن بگوین دیراشان پاک است زیاده از 15 مراتبه من اونا رو عفو کردم کوشش کردم که برای فقط تربیت کردن بعد گرداندن راه آسایشته اونا رو به حیات زندگی مقرری برگردانیم 30 سال 3-4 هزار مهمات جنگی گرفتگی ما ساختارهای نظامی در همین 30 سال 3-4 هزار خب این دیروز نشان دادگی یک از نوع که خبیر فطیر یک چیز آخرانش هست وقتی که کارهای آخران کردن ما معلومات رو داشتیم اینها را لجانشان خواجه های خارجی به دست گرفت در یک مهلت کوتاه 26 میلیون سومانی مبلغ زاریشان کردن 26 میلیون همین گروه و رهبریشان میکردن از خارجه همون حزب تروریستی نهضت اسلام و خواجگانش همون هدف مقصد تبادلات وای کردن شما شاهد که ما اول همه مناقضی تا حد امکان یک هفته زیاد راه محکم بود یک هفته زیاد راه بین المللی از دو قسمت اینا کدام اساسی قانون قضیه اینا نه کنستیتوسیا نه یگان قانونهای عمل کننده و اینا روشانه وای کردن یعنی 220,000 مردم در ایزولیاسیون بودن یک هفته پس در شهر خاروخ میباشد نرخ نوا در بازار در مغازه آسمان میره میدونی که اکثرا محصولات از کجا میره بارا از قسمتی جنوب وارد میشه همون دم من تا حد امکان روان کردم گفتگوی درشان خدا شاهد هستی رئیس نایه را لغو کردن معاون رئیس نایه میباشد زنی تاجیک دختری تاجیک زدن مشخطی آیا مرد به زن مش میبرداره دیگر معاونا را وای کردن و ببینید وقتی که کلان و گذاشتن در تیرپاران کرد 13 نفر کارمندان امنیت رو یارادار کردن یک کس تلف شد دیگر علاج دیگر نبود ما بدونستیم که همین چیزا اونا یراق اصلا همه این چیزا رو ماستا رو میترکاندن در روشان کپروکا رو میترکاندن ما امر دادم که بینه تا حد امکان یراق به دست را بیزرار گرد یا که با دستگیر کنید
با اونم حالی بخیر. چون که شهر خورد دیده که ما عملیات حربی نموندن گذارونه. نموندن. همش برای بسیار کسبیتی بلند. چون که فونکسیا و وظیفه دولت است. تأمین امنیت شهروندان، تأمین امنیت ملی، تأمین امنیت دولت. این فونکسیا و وظیفه دولت است و رهبر دولت. نه کسی دیگر. 30 سال این به آخر نمیشه. دیر میشه دیگر. دیر. طلبات و کارای اونو دیگر بود. برای من آنچه که شد ما به نوعیت میردار هستیم که اکثریت کلی مردم بدخشان مخصوصا روشان با شهر خارق دستگیری کردند. حالا چی بگم دقیقا هم شهر خارق بدخشان ده دیگر تنجی آرامی است. مردم آزادانه نفس میکشن. خب ما میدونیم چی کار بد کردگی بدن. یکی مردم از بس که همون وای داشتن دیگر داشتن از یراق اصلی اونها میترسیدن علاج دیگر نداشتن و هر کاری شده در چارچوبه کنستیتوسیون و قانونهای عمل کننده نه چیزی دیگری. محترم جناب والی، اکثریت کل مردم بدخشان خود را تاجیک میدانند، میگویند و با تاجیک بودنشان فخر و افتخار بلند میکنند. درست کی باور ندارد و کی ضدیت دارد به اینکه مردم بدخشان با تاجیک بودن خودشان افتخار دارند و از تاجیکستانی بودن خودشان افتخار دارند؟ کی به این شک و شبهه دارد؟ هیچ کس. و حالا هم در اکثریت کشورهای دنیا همه مردم بدخشان هستند که به درستی توانستند مردم تاجیک را یک مردم یک کمتر باسواد و سربلند نشان دهند. همینها واقعا توانستند. چیز دیگر حالا درباره 26 میلیون سومانی گپ رفتن. 26 میلیون سومانی را بدخشان در یک بلاکاد قرار داشت. در یک حالت بلاکاد قرار داشت. چی خیل برده رسانیدند. حالا این پرزیدنت امامعلی رحمان 26 میلیون سومانی گفت. در او وای چی بود؟ یک فیلمی حجتی ساختن که در اونجا گفتن علیم شیرزمانوف دیگه و حاکداش همش جمع کردیم 13,000 دلار شد. وقتی که در تمام شبکه‌های اجتماعی مخالفین و دیگر نفران فعال این را به تنقید کشیدن، گفتن که نخواد با 13,000 دلار انقلاب کرده شود و تبادلات کرده شود، مسخرهشون کردن. حالا این جنابشون میبرد میگوید 13,000 دربارش گپ نمیزنن، میبرد میگوید 26 میلیون سومانی آنها فینانسیرواد شدگی بودن، مبلغ گذاری شدگی بودن. انکن 26 میلیون سومانی تقریبا 2 میلیون و 300 هزار دلار. یعنی ستافکه رو برداشتند. ستافکه برداشته شد. دروغ که آشکار شد، مردم که باور نکرد، مسخرهشان کرد، جنابشان برآمد این ستافکه رو برداشت تا 2 میلیون و 300 هزار دلار، 26 میلیون سومانی تقریبا همینقدر. از روی گفته خودش 26 میلیون سومانی معادل 2 میلیون و 300 هزار دلار. انکنون با کدامش باور کنیم؟ با اون 13,000 دلار پیشنگی یا این 26 میلیون سومانی؟ شما یک دلیل بیاورید که یک دلیل یافته تید که مردم آسایشته علیه این سربازان کشور سلاح به دست گرفته علیهشان ترک شده است. دارید همین خیل دلیل؟ ندارید همین خیل دلیل. برعکس دلیل های زیاد موجودند که مقامات علیه مردم آسایشته، علیه مردم تظاهرگر که در دستشان یگان سلاح نداشتند ترک شدند.
به این چی میگویید؟ مردم دلیل دارد که شما با سوی آنها تیر کشیده اید، آنها را تیرباران کرده اید. مردم این دلیل را دارد. در شبکه‌های اجتماعی این گونه نوار پر است. شما در برابر این گونه دلیل‌های مردمی یک دلیل دارید که یک نفر به سوی سربازان از جانب مردمی آسایشته تیر شده است. یک دلیل دارید، یک دلیل. نخواد در سطح پرزیدنت مردم فریب کرده شود. نخواد در سطح پرزیدنت، در سطح رئیس جمهور مردم فریب داده شوند. بی ایبا میگوید که 26 میلیون سامانی آنها مبلغ گذاری شده بودند. 26 میلیون سامانی 2 میلیون و 300 هزار دلار است تقریبا. همین 1 میلیونش بس بود که اگر به مردم میرسید شما را تارمار میکرد. نمیاندیشید؟ خلاص سوال ها به میان میباید که چرا اون سلاح هایی که شما بازداشت کرده اید، از آنها گرفته اید، اون سلاح ها استفاده نشده اند؟ همگی یک نفر مرده است یا نمرده است یا زخمی شد. به فکرم همگی یک نفر مرد. اول زخمی شد گفتن سونی سیف الله سفرов گفت که برای یک همدیاری من مرده آمد از اونجا، ما رو گور کردیم، برای ما آنها جنایتکار هستند. این چی گپ از خود است؟ اینقدر سلاح ها رو به شما تحفه کردن یا کشیده گرفتید؟ شما از دست اونه که به سوی شما автомат راست کرده ایستاده است، پولمیات، گرانتمیات، حتی چیهای سلاح های ضد تانکی در دست دارد، شما به شما هم تو سلاح رو آورده خیر و صدقه کرد. چیکار کرد که اون سلاح ها رو شما گرفته توانستید؟ اونه که میخواد شما رو بکشد، اونه که میخواد بر ضد شما بجنگد با سلاح، اون سلاح ها را چگونه گرفتید؟ شما خودش را برآورده داشته ایستاد، کشتید، بعد گرفتید، جمع کردید. چیکار کردید؟ به مردم شهر داده میتونید؟ یعنی یک عده شخص ها آنها بدخشانی هم نبودند و نیستند هم بوده است. نبودند و نیستند. یعنی شما دارید محبت در بین مردم، یعنی همین رو ثابت کردن میخواهید و آنهایی که در نزد مردم آبرو داشتن، عزت داشتن، حرمت داشتن، احترام داشتن، یعنی همین رو شما از بین بردن میخواستید و نهایت گفتن میخواستید که اونها هیچ کس نبودند. برای هیچ کس نبودن آنها، یعنی برای هیچ کس نبودن آنها رو به میان آوردن، شما چیکار کردید؟ آنها رو رفتید کشتید. بود نبود شد. حتی نفرانی که در این باره از گپ زدن هراس داشتن که مبادا همان تقدیری آنهایی که جوان مرگ شدند و به قتل رسیدند به سرشون نبیاید، درباره بدخشان گپ نزدن. یگان ژورنالیست درباره از سردارش سر کرده، از رئیس شورای وسایط اخبار عام سر کرده، از رئیس اتفاق ژورنالیستان سر کرده. چقدر یگان تاش گپ نزد، همش گوشش کر، چشمش کور شد. فلان قدر مرد، تقریبا 50 نفر مرد. یگان ژورنالیست نشونید، ندید، نفهمید که در تاجیکستان چه حادثه می شود. در یک ولایت بزرگی تاجیکستان که جغرافیاش چند درصد، تقریبا 44% مساحت تاجیکستان رو تشکیل می دهد، تقریبا نیمی از تاجیکستان رو تشکیل می دهد. در اونجا چه حادثه روی داده ایستاده است؟ یگان روزنامه‌نگار، ژورنالیست وطنی نشونید، ندید، نفهمید که در اونجا چه حادثه می شود. بعضی از فعالهایش که
از طرف مردم سوال میگرفتن که چیکار کرده ایستاده شما چرا به بدخشان میروید میگفتن که من در اون باره گپ زدن نمیتونم زورم میرسه که همین مسئله های اجتماعی رو برداشتن اونایی که مسئله های اجتماعی رو میبرداشتن اونها هم معقول نشدن این حاضر در پشت پنجره زندان هستن یعنی یگان صدا باید شنیده نشود در یگان جا یگان کمبودی باید گفته نشود یگان کس از حقوقش باید گپ نزند و همین 4-5 نفر یک 12 نفره که در خارج هستند از همون امکانیت های در خارج داشتگیشان یعنی اگر در داخل می بودن قسمت دلیر قسمت دلیر امام علی قسمت عبدالله غربتی که ها به سر ما می اومد همین در خارج هستیم گپ زده شدیم حالا همین گپ زدن ما چی عنوان شده ایستاده است رئیس شورای وسایط اخبار عامه هورنیسا علیزاده حالا عبدالله غربتی رو بردگی هستن یک کلمه گپ نزده است دلیر امام علی رو بردگی هستن یک کلمه گپ نزده است درباره بدخشان یک کلمه حرف نزده است رئیس شورای وسایط اخبار عامه درباره در خارج بودگان گپ میزند که ما گویا به ملت سنگ میانداختیم ملت رو بد میکردیم هوی خانم امام علی رحمان ملت نیست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است من همچون شهروند حق دارم که همچون انتخاب کننده شهروند حق دارم که از نوبکاری هایش گپ زنم و او اصلاح شود و او اصلاح نمیشته باشد نفر دیگر باید بیاید او ملت نیست و چند نفره که در گرد اطراف او کار کرده است کار کرده ایستادن اونها ملت نیستن اوی خانم پایتان قریب یک لبی گور شده است انصافتان کجاست حالا در دست شما هست که روید از روی قانون به مقامات انتظامی عریضه نویسید کفالت عبدالله غربتی و دلیر امام علی را به تن بگیرید همچون رئیس شورای وسایط اخبار عامه بگویید که آنها آزاد شوند تا تمام شدن تفتیش پرونده من اونها رو به عهده میگیرم که به یگونجا گریخته نبروند و همیشه هر وقت که لازم شد آمده در تفتیش پرونده ها در پرسجوها در بازپرسی ها اشتراک کنند شما از عهده این میبرید از دست شما می آمدگی کار است رفتید اقلا یک بار خبر گرفتید نه پس ما گوییم گنده پس ما گپ زنیم یعنی خائن ها هستیم به گفت شما ملت را بد کرده ایستاده ایم این ملت را بد کردن نیست خانم شما خودتان میدونید حالا صورت خانم را دوستان در همین ابلاشکه خانم هورنیسا علیزاده را در ابلاشکه شبکه یوتیوبی مونده‌اند و من از تاجیکستان زنگ بزن های بچه درباره هورنیسا چی گفتنی هستی گفتم خیلی بعضی فکر اندیشه هایم رو میگم او با جناب دوستی دارد ملایم کرده گوییم خر چیکار کنیم ملت چیکار کنند دیگر تو میدونمی نمی محض با فرمانی رئیس جمهور و سرمحرری مجله بانوانی تاجیکستان شدگی بود ها بسیار خوب من هم برایشان احترام قائل هستم لیکن اونها خودشون رو احترام کرده نایستادند عین حال کاری که وظیفهشان هست باید بکنند نمیکنند بعد وظیفه آنها از جانب دیگرها اجرا می شود آنها خائن هستند اینقدر منصب دوستدار هستید منصبتان نصیبتان کند لیکن آدم باشید یک مادر باید امروز حالت فرزند عبدالله غربتی که نو به دنیا آمده است او را درک کند حالت دو فرزندی دلیر امام علی را باید درک کند مایلش او دیگرها مثلا رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان مثلا دیگرها مایلش شما مادر هستید در کجایید شما
یک مادر مثل شما هورونیسا علیزاده رنگ چینگیز دل ندارد. چینگیز مثل شما نمیکند. بیرحمی نکرده که بود چینگیز. همین حالت رو استاده شاید تماشا نمیکرد چینگیز. حتما سربازانش رو جمع میکرد، مرده سربازانش رو گرفته میرفت. حتما فیلم هایش رو دیده هستی؟ شما انامون دلیر امام علی، انامون عبدالله غربتی سرباز شما است. شما اقلا رنگ چینگیز را هم ندارید که رفته از احوالش بپرسید. پس با گپ شما است. با دیگران رو به ما زنگ میزنونید که یا سوزنده هاتون زنگ میزنن که شما با پرزیدنت مناسبت خوب دارید. این پرزیدنت است که به این منصب ها توصیه داده است و باید هیچ کس گپ نزند به شما. یکیتون رو پرزیدنت دوست باشد، شما پرزیدنت دوست پرزیدنت باشید، او شهباز دوست آزاده باشد، این ملت چیکار کند دیگر؟ گپ نزند. شهباز دوست آزاده است، حیفا که جوان است، اگر 15 سال زندان میشد. دلیر امام علی جوان نیست؟ دلیر امام علی جوان نیست؟ پیری برجا مانده است. چیکار کنیم؟ در بلای شما ماندیم می؟ یکیتون با پدرش دوست باشید، دیگریتون با دخترش دوست باشیدتون. چیکار کنیم ما؟ یک کمتر انصاف کنیدتون. این چی گپ است؟ یک خیل دشمن تراشی. چی دشمنی کردیم ما با ملت؟ شما بیایید بشینید در حق ملت یک حرفی بده مرا مثال بیارید. یک حرفی بده مرا. چند هفته پیش در گروه فیسبوکی اخبار برای افکار بود. چی بود؟ گروه فیسبوکی رجب میرزا. چندین همین خیل گپ‌های فچتان رو گفته بودید. من یک گپ نقص برایتون نوشتم. در حال رجب میرزا مرا از گروه اخبار برای افکار حذف کرد. همین قدرت شما. خودتون که طرفداری آزادی بیان نیستید و در مقابلتون یک حرف شنیدنی نیستید، یعنی جویتون رو نویافتگی هستید. یعنی شما همین سیاستی امروزی مقامات رو جانبدار هستید و اینکه تنقید رو نمیپذیرید، اینکه از بیرون استفاده از امکانیتشون استفاده برده چندی از گفتنی هایشان رو بگویند، اون رو نمیپسندید. یعنی شما همین یک سیب دوکفان با همین رژیم خونخوار هستید. در همه خونخواری های این رژیم، در همه قتل تقریبا 50 نفر بدخشانی، در به حبس رفتن روزنامه‌نگاران، در همه شما دست دارید. اولین دلیل دست داشتن این است که شما خاموش هستید. خاموشی این نشانه رازگی است. یعنی شما راضی هستید که کشته شوند، راضی هستید که به حبس برده شوند، فقط راضی نیستید که شما از منصبتان دور باشید. منطقی گپ کجاست؟ ما چی میخوایم؟ من یگان فرض کردیم منصب خواه نباشم، یگان پرزیدنت شو نباشم، یگان وزیر شو نباشم، فقط همین قدر که به من حقوق آزادی هایم که قانون کفالت داده است، سرقانون کفالت داده است و همین رئیس جمهوری احمق بالای این سرقانون دست مانده، قسم خورده گفته است که کفیل
پیاده‌شوی همین قانون هستند. اما میرود مردمی سربلند کرده را، مردمی آسایشته که بدون سلاح بودن و برای سلاح داشتنشان یگان دلیل ندارد، میرود تیرباران میکند، میکشد و هر نفری که از کمبودی گفت میبرد برده زندان میکند. وقتی که از این ما گفتیم چی میشویم؟ خائن. شما هورینیسا علیزاده، آقای رجب میرزا، واقعا قسم به نام الله برایتان احترام قائل هستم. واقعا در شبکه‌های اجتماعی از دیگر روزنامه‌نگاران دیده، از دیگر نفران دیده، در بعضی از موردها گفته های شما خوانده می شود. در بسیاری از مسئله ها موقع خودتان را معین میکنید. واقعا نسبت دیگران خیلی برایتان حرمت احترام قائل هستم، لیکن برای بقایتان چی میگو؟ چی میشود این؟ یعنی موندنتان، امنیت شخصیتان، زورم رسیدگیش همین قدر گفته. برای سفید بودن خودتان میتونید که 10 نفر را سیاه کنید، خائن تراشید، وطن فروش تراشید. شما نگران از اون هستید که در بیرون بودگی ها گویا ملت را سیاه کرده ایستادن، که اینطور نیست. یگان بیرون بودگی را من ندونستم که، ندیدم که، نشونیدم که ملت را سیاه کند، تاجیکستان را سیاه کند. این خیلی گپ وجود ندارد، خودتون هم میدونید. اما در گفته های شما اشاره به 10 نفر ملت هست که شما آنها را سیاه میکنید، خائن میگویید، دشمن تراشی میکنید و با همین ملت را از هم میپاشید. وقتی که شما رئیس شورای وعا یا که نامدارترین ژورنالیست ها فقط وظیفه بله بله گویک را اجرا میکنید، از دیگران چی گیله؟ از دیگران چی گیله کنیم؟ حالا ببینید، آقای رجب میرزا به رستم امامعلی مراجعت کردید. بسیار خوب. رستم امامعلی کی از خودش؟ کی از خودش؟ از روی قانون باید او دخالت کند؟ چرا 10 روزنامه‌نگار یک نمیشوید، نمیروید کفیلی در آزادی بودنی دلیر امامعلی و عبدالله غربتی شوید؟ مایلش او سیاسی ها در زندان پوسیده رفته ایستادند، مثل پیرمرد حکمت الله سیف الله زاده، مثل رحمت الله رجب، مثل محمد علی حیید. مایلش اون روزنامه‌نگاران، هرچند روزنامه‌نگاران حرفه‌ای بودن، مایلش سیاسی بودن، میگوید از درباره اونها گپ نمیزنید. هوی اینها فقط مشکلات اجتماعی رو بررسی میکردند، درباره اش گپ میزدند. اینها میگفتند ما به یگان گروه همراه نیستیم، از یگان گروه نیستیم، از یگان حزب سیاسی نیستیم. پس چرا نمیروید 10 تا یک تا شده مراجعت کنید که آنها را آزاد کنند؟ چرا؟ نمیتوانید، میترسید. درست خانم هورینیسا علیزاده، یا گپتان به دوستتان امامعلی رحمان یک تا است، هر کی رو با چشم بد بیند شما باید بد بینید، نوبسته از اون که وظیفهتون دیگر است، مسئولیتتون دیگر است، رسالتتون دیگر است. هر جایی که به دوستتون معقول نمیشود باید شما نروید، نباشید در اونجا، صداتون نبراید. این چی گپ است خودش؟
شورای این انجمن تحقیقات ژورنالیستی کیمچی بلو که همش یک تا گرفته گرانت خورده خمیرت. اینها خوجه خارجی ندارن، ما داریم. در یک روز 3-4 چه می نویسن گرانت خورده خمیرن. اینها خاین نیستن، خوجه خارجی ندارن، ما داریم. یک کم انصاف کنیتون. تماشابینان عزیز، هر کسی که میخواهد، چندین نفر حاضر وارد شدند و چندین نفر دیگر وارد شدگان خارج شدند. کسانی که میخواهند در برنامه سخن کنند خواهش میکنم به رقم واتساپ زنگ زنید، به همین رقم زنگ زنید و یا سلکه که در پایان نوار گذاشته شده است توسط واتساپ به همون رقم توسط واتساپ به این رقم زنگ زنید و توسط سلکه به استودیو میتوانید وارد شوید. هر کسی که وارد شد حتما نوبت سخن کردن میدهیم، حتما سخن میکنن، حتما نظرشون رو میگوین. حالا ببینید تماشابینان عزیز، وقتی که یک پرزیدنت، رئیس جمهور نشرمیده، سرخ نشده میگوید که من فرمان دادم به بی‌ضررگردانی آنها، از دیگران چی گله میکنی؟ میرزا نبات تولدش 1980 چکستی امنیت. حالا یک زنگ از واتساپ اومد. اینجا با ویدیو زنگ زده ایستادن. خواهش میکنم با ویدیو زنگ نزنید. کسانی که با ویدیو زنگ زدید من شما رو حذف میکنم، برای اینکه یگان فایده ندارد با ویدیو زنگ زدنتون. خواهش میکنم با ویدیو زنگ نزنید، چون که با ما خلل میرسونید. یک نفر عبدالله از استودیو وارد شدن، محمد آقایزاده، اینها رو پیوست میکنیم. خواهش میکنم توسط واتساپ وقتی که زنگ بزنید ویدیوی زنگ نزنید. یگان شرایط ویدیوی شما رو نشون دادن نیست. مرحمت ویدیوی کسانی که زنگ بزنید از سلکه استریمیارد استفاده کنید. عبدالله بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تا خوب هستین؟ اینجایین؟ تشکر به شما برادر عزیز. خوب باشین انشاءالله که همه وقت خوب باشین. چی گفتن این برادر جان؟ مسئله که معتاد امام التر طاغوت تلویزیون برو اومدهستن گفتهستن که قدر سیلا تهمت کسان مردم بدخشان، والله قسم بالله قسم اگر مردم بدخشان او قدر سیلا نه 5 کلاش نمی داشتن که امام التر این معتاده به خوب یکسان میکرد. چی بگم آخی طاغوته؟ اینجا عیب ما های، عیب ما تاجیک های که ای مردم تاجیک مثلا که عقل سازی نیست که بیارن در پیش ما بریزنن ما بخریم به عقل شیم. روزنامه نگارا میگن دلیل امام علی این مبارزا اینقدر ما را فهمونده استن، اینقدر جنایت های طاغوت فهمونده استن. سبحان الله ما کی بیدار میشیم؟ کی ما اینقدر ای الله ای طاغوت امام التر
یک قاتلا از این سرزمینی که شهید کردین بدخشان، از این سرزمین ای قاتل مشرک، ای وطن فروش، از این سرزمین جواناش همه برای خدمت، ای موملتر، ای قاتلایی که در گوش شما صدای ما میرسه، ای قاتلا رستم گرچی، ای موملتری وطن فروش، خوش میکنم امین خودتون با تاخیر همین ها آرام نکنید. به ملال به تاخیر گفتن گرید حرفتونه آخه با خوبی نمیشه اکه شوقت با خوبی شما برو من با خوبی فهمونده استین شما یا برا قتل کشتو را زیاد کرده استای یا برا ظلم زیاد کرده استای این همه خیلی نمی بیناموسان همه خیلی را میزنیش این دایوشی بیناموسان. تشکر برادر عزیز. سولو یک نفر از واتساپ زنگ زده ایستادن. نفری که از واتساپ زنگ زده ایستادید صدا خواهش میکنم گپ زنید، میکروفونتون خاموش کردگی است. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. گپ زنید. اکوچا باور کنید همین قاجون زیر شدگیم که بامبیت کردنی مومه بیاد همین ظالمی ممالی تاپاکا بلاب خواهش میکنم سوال تیدم یو بای خیلیش به جواب میدیم. چی سوالتان به شما برادر عزیز؟ به همین سیاستی که در تاجیکستان پیاده است نظر شما چی است؟ یعنی سیاست قتل کشتار، سیاست دشمن پراکنی، یعنی دشمن تراشی و مردم رو از هم پاشیدن، فکر شما چی است؟ اینو کریسا همین پشت میگردونه، این کریسو کارد میزند، اینو کریسا по-другому не назвать их. درست. اینو باخه سوالت دایورم جواب دادن. همین شما زنگ میزنم تو وعده دادید، من میدونم کار شما بسیار میدونم، شما بدتر وقت شما تماشا میکنم عصبای من بسیار ویرون میشد. درست. تشکر برادر. ولی محمد تقایف رو میشنویم، بیاید با هم گوش کنیم این برادر رو. سلام علیکم و رحمت الله و علیکم برکاته. السلام و رحمت الله و برکاته. برادر آواز شما کمتر پست از من نمیدونم چه باشه. بلند شد صدا؟ نه بلند شد؟ آوازم موبایل اکه شفقه جان موبایل. اینی برادرم آوازشون پست بود تلفنی من با. همه تلفن شما شاید خودتون از خودتون شد. صدای من آخر رفتوز بلند رفتوز. صداتون به نهایت خوب است. گپ زنید برادر عزیز. فهمم که شفقت جان. مردم شریف تاجیک به من مراجعه میکنم که یک پرزیدنتی که 30 سال شما صبر و تحمل دارین امروز برآمد پاش در لب گوی رسید است، میگوید که من فرمان دادم یعنی مردم بدخشان بی ضرر گرداندم. مردم شریف تاجیک همه انسان 30 سال بازا حکمرانی دارد، از پشت بیزنسی دامادین، از پشت نارکوتیکین 10 نفر تاجیکا از قرقیزستان سرحد بکشتن. همه لعنت کرده الله یک بار برآمد تسلیت بیان کرد فرزندای شما را، هیچ گاه نکرده است و نخواهد کرد. و همین خاطر من احترامانه خواهش میکنم مردم شریف تاجیک باید ما یک دست شویم، یک توده جنایتکار تاجیکستان با پیدا شدگیان، آنها خونی تاجیکی ندارن. 30 سال ما صبر و تحمل کردیم، در بدر شدیم، خاک بسر شدیم، دیدار پدر و مادر ندیدیم، پدر و مادرای بردن بیگانه ها گور کردن، ما تا امروز روی چرکنیم. اگر خواهیم که این طور فرزندای ما و شما ادامه ندهد باید ما به تاجیکستان برگردیم
мардуми сарбаланд тоҷик анами тӯдаи нотоҷике ки ҳар рӯз қариб тоҷик мекушанд бояд фавран безарар гардонда шавад. инҳо ба гапи хуб дигар намефаҳманд. инҳо фақат ҳамон додоҷон атоуллоев устоз гуфта буданд ки бухуб бигард, дигар ҳичи инҳо сарҳошон ба намедарояд. фақат ғорат, фақат қатли мардуми бегуноҳи тоҷик, дигар ягон фикру ақида сари инҳо нест. раҳмонов боз такрор мекунам, ягон қатра хуни тоҷикӣ надорад. ҳазорон тоҷик мурд, як бор тасаллият баён накард. мардуми шарифи тоҷик бояд акнун бедор шаванд. далери эмомалӣ буд, ин лаънаткардаи аллоҳ 2 моҳ маҳкам кард, ягон гуноҳ надошт. далер тоҷик буд, рафт тоҷикона суҳбат кард, мардуми мазлуми тоҷика дилбардорӣ кард, пурсид чӣ ҳол дорен, чӣ мушкилӣ дорен. раҳмонов ин кора накард. раҳмонов назди ягон шаҳрванди тоҷикистон як бор рафта напурсидааст чӣ ҳол дорӣ. як бор як кӯдак суҳбат карда буд, кӯдак гирья карда гуфт ман маъюбам, гуфт ки дасти ман ҳичи намебиёяд. раҳмонов ҳамин гапа гуфта буд. ҳамин хотир далер дилаш сух рафт, ҳазорон тоҷика дилбардорӣ кард, хост кӯмак кунад. ин шайтон ба маъқул нашуд, бурд паси панҷара кард. бояд имрӯз тамоми мардуми тоҷик ҳамин як шери нар эълон кунад ки фалон рӯз хезен равен дифоъ кунен, далерро озод кунанд, на ин ки истеъфо гӯен раҳмонова. барои озодии далер бояд ҳамакаса мардуми шарифи тоҷик ҷамъ шаванд. тарсидан бас, ғуломӣ бас. мебиёен 4 сол 5 сол кор карда мерен, як опели шалақ мегирен каттагӣ. раҳмонов чӣ коро карда гаштааст, шумо парво надорем. ба ҳамин хотир акаи Шавкатҷон, ман вақти мардуми шарифе намегирам, бироянд суҳбат кунанд. бояд мо ҷиддӣ талаб кунем ки далеру Абдуллоев фавран озод кунанд. ин хоинои миллати тоҷик. як занг аз ташаккур муҳаммад. алло, занги ватсап. алло, гӯш мекунем шуморо. садоятон ҳаст, бифармоед. доброго вам здоровья, ассалому алейкум. саломат бошед, бифармоед. ва алейкум ассалом. Общественно-политический деятель Майрамби Шарифзода. шинохтам, бифармоед. Вот видите, какой ужас, какая трагедия. Дело в том, что заместо того, чтобы во всем мире все правозащитные организации, все человекозащитные организации, в том числе и ООН, там объявить этнолингвистический заповедник, чтобы люди со всего мира приезжали, обучали их языки, традиции, обычаи, и в том же числе этот ягнобские языки. Вот видите, что творят. И просто никаких сил, никаких слов нет. Почему? Потому что все международные организации не выполняют свои функции. Вот почему это все делается. А этого парня Далери Эмомали и Абдулла Гурбати, просто, знаете, это уже еще раз доказывает о том, может быть, сам Эмомали Шарипович Рахмонов не знает, что вот эти люди, которые находятся в МВД или там в милиции бывшего железнодорожного района или района Шах-Мансур, эти прокуроры и сам, как говорится, Хакимлик, который земли продал, вы смотрите, просто ужас тихий. Ребенок-инвалид, над головой которого развалили этот дом, плачет, холодно, воды нет, ничего нет. Ну как это можно? Вы знаете, просто других слов нету, весь мир должен это видеть. И эти честнейшие журналисты, которые были аккредитованы и закона в Таджикистане, только пострадали за то, что начали вот ездить, показывать вот эти безобразия, которые творятся под носом. Они защищали пострадавший народ. И несколько у них выступлений было в защиту Горно-Бадахшанской автономной области. О чем еще можно говорить? В Таджикистане
на протяжении 30 лет делается все для того, чтобы вот именно весь народ Таджикистана во всех его географических точках был друг другу врагом. Делается все для того, чтобы разделять, властвовать и строить все географические точки, проживая в Таджикистане, людей друг против друга. Это уже все знают. И великая трагедия, великое несчастье, что видите, как они делают. Даже беременных женщин, только родивших женщин, матерей, детей их не забирают, угрожают, что если вы сейчас именно оттуда, с мест этих событий. А о чем еще можно говорить? Да, пускай весь мир знает, что это канал транснациональный по перевозке наркотиков, контрабанды, всех видов кристалловых камней, всего вида оружия, наркотиков, вот именно, который проходит через Бадахшан, Таджикистан, идет в Киргизию. Почему там в Киргизии постоянно эти стычки? Идет потом в Узбекистан, Казахстан и далее в Россию. Это все направлено для... Это, знаете, это необъявленная война и без ввода войск, чтобы уничтожать все подрастающее поколение. Вот почему это все. И в действительности, слава Богу, что в последнее время уважаемый Владимир Владимирович Путин, вы сейчас очень многие будут против меня говорить, материть, это их дела. Именно вот 3 месяца тому назад Владимир Владимирович Путин досконально понял, чем занимается этот Эмомали Шарипович Рахмонов со всей своей грандиозной преступной, организованной преступной семьей против всего граждан Таджикистана. Почему молчит тогда? Он не молчит. Они делают очень серьезные дела, о которых сейчас я не буду вам говорить. И это делается, это, знаете, разделяй и властвуй больше не пройдет. Слава Богу, что аннулирована Беловежская пуща и о том, что еще сохранен базе аз коршиносон мегӯянд ки ҳодисаи қатлу куштор дар Бадахшон барои он аст ки Тоҷикистон ҳам мисли Украина саркаш нашавад. Пешгирии саркашии мардум дар Тоҷикистон аст. 44% территории Таджикистана составляет Горно-Бадахшанская область, чтобы вы все знали. И там находятся самые драгоценные, редчайшие, полезные ископаемые, которые даже еще не хватает даже таблицы Менделеева, если все перечислят. И то, что он триллиарды долларов взял у Китая, и то, что все эти деньги, и сейчас смотрите, вот именно трудящиеся из Таджикистана в России триллиарды долларов отправляли куда? На обеспечение тоже, то есть... من خولا جان من به شما سوال دادم که بعضی از کارشناسان بر این نظرند که در همین قتل و کشتار بدخشان دست روسیه وجود دارد، چون که روسیه میخواهد که یک کمتر بیخبر موند مثل اوکراین تاجیکستان هم سرکش میشود و دیگر به سیاست روسیه. Слушайте внимательно меня. چرا نادرست است؟ Вот горькую правду теперь знайте. Вот именно выращенные, именно воспитанные под прикрытием ислама, Корана, пророка Мухаммеда, головорезы, которые спаривают животы, режут головы. Откуда? Воспитанные кем? Воспитанные Америкой, НАТО. И вы сами видите, что в Европе что творят. Вот они как раз таки вот они объявляют, как говорится, кровавую исламскую республику в Таджикистане. Не только в Таджикистане, но Узбекистан, Казахстан и далее. Вот о чем сейчас речь идет. Пас Эмомали Рахмон дурус карда аст? Нет, никогда.
اینجا چی شده؟ گفته‌های شما سر نوگاش رو گم کرد. Не, саранукаш Джошба. گپ زنید نباشد. گپ زنید. Для того, чтобы любого человека привлечь к ответственности, не надо его убивать. Надо глубочайшее расследование вести. Чтобы суд был свободный, а не карманный. Чтобы прокуратура, милиция, следственные органы были свободные. А это все, знаете, все карманные, все боятся, вот, извините, как бешеные животные налетают на людей, убивают. О чем вы говорите? Где свободные суды? Где свободный выбор? Где на протяжении 30 лет свободные выборы? Бедных, несчастных этих всех учителей держат во всем Таджикистане только для того, чтобы они фальсифицировали, подкидывали, вбрасывали вот эти несчастные бюллетени, как будто весь народ голосует за этого людоеда, который совершает ежесекундный массовый геноцид всего народа Таджикистана. О чем вы говорите? Вот так. Так что здесь обвинять Россию или Путина абсолютно неправда. Вы скажите, слава Богу. Вот смотрите, я еще раз задаю вопрос. Вот 3 миллиона людей, которые находят кусок хлеба в России. Вот вы находитесь в западных странах, в Европе. Вот вы можете помочь организовать, чтобы эти 3 миллиона из Таджикистана трудящихся работали у вас и получали хорошую зарплату и жили в человеческих условиях? Никто из вас нет, не нет, может нет, нет. Savol doded man javob diyam. Savol doded man javob diyam. Agar روسیه سیاستش این باشد که هر مهاجر میتواند و روسیه و تاجیکستان سیاستشون این باشد که هر مهاجر میتواند بدون هیچ یک پیشگیری ها صد گذاشتن ها خودش جای کارش رو یابد، هیچ کس روسیه نمیرد به فکر من. برای اون که در کشورهای غرب خصوصا در اروپا به 3 میلیون نه تقریبا شاید به 30 میلیون کارگر نیاز باشد با معاش بلند. حتی یک کلوبنیک چینک ماهش 2000 یورو پول کار میکنه در اینجا. در یک سیزن کلوبنیک چینک میتواند 10 برابر یک مهاجری تاجیک در روسیه پول کار کند. اگر خودش رو به اینجا آورده رسانیده تواند، یک کلوبنیک چینک یا یک پولشویک یا یک خواهش میکنم حتی با حقوقش محافظت میشود. در اینجا پلیس پیش نمیکند، در اینجا از پلیس نمیگریزی. حقوق انسان وجود دارد و او انسان میتواند در اینجا در مابین 3-4 ماه پول 2 ساله در روسیه کار میکردگیش رو کار کند. از این میبراید که خود روسیه هوسمند آن نیست که تاجیکان از روسیه به دیگه جا بروند. خود تاجیکستان هوسمند این نیست که با روسیه مناسبتش گریزد. برای همین تاجیکستان برای روسیه یک فابریکه غلام تیارکنی است. آخه گوش کنید، همین فابریکه غلام تیارکنی در خود تاجیکستان 30 سال شد. او تاجیکستان که جای کار نداشته باشند، یک دانان یافته نتونند، 125 سومانی پنسیشون باشد و 600-500 سومانی اویلی کشن و یک خلطه ارد 500 сомони бошад, як руган 125 сомони бошад. О чем еще можно говорить? Вот поэтому надо нам забыть все эти распри, воссоединить весь Советский Союз, создать вот именно новое государство, к которому могли бы присоединиться все бывшие республики Советского Союза, жить спокойно, работать везде. Надо вот именно по всем бывшим советским республикам восстановить институты профессионально-технического училища, чтобы люди имели, не, извините меня, эти дипломы купленные, которые никуда не годятся, а вот именно имели профессии, где бы они ни находились, чтобы они могли честно, дозволено зарабатывать свои трудовые деньги. А для того, чтобы милиция... А что вы думаете, в Таджикистане милиция их не мучает? В Таджикистане милиция убивает, а здесь хоть проверяйте их документы. Они законно находятся или нет. Пускай меня весь мир ругает. Да, я за то, чтобы сохранить
вот это 10 миллионов граждан Таджикистана во всем Таджикистане с присоединением в великую русскую могучую страну. И Владимир Владимирович Путин теперь в конце концов понял, что это коррумпированная, мафиозная, совершающая ежесекундный массовый геноцид таджикского народа, он больше не годится. Вот о чем разговор идет. حالا فکر نمیکنید که من یک سوال دیگر دارم به شما. حالا فکر نمیکنید که خود همین امام علی رحمان گماشته پوتین است؟ اگر پوتین نخواهد که همین امام علی رحمان در تاجیکستان رئیس جمهور باشد، فردا امام علی رحمان نیست. چه خیلی که در قزاقستان شد. خدا خواسته باشد قزاقستان هم بدتر میشد، میبردارن. میبینید من سوال دادم به شما که آیا امام علی رحمان گماشته خودی پوتین نیست؟ Нет, его ставил туда не Путин, а Ельцин, Каримов. تا حال او را همه خیلی دوامدار نگاه داشته ایستاده است پوتین؟ Нет, дело в том, что мы все молчим, никто не выходит, не кричит, не говорит, не объясняет. Если все как в рот забрали воды со всех регионов Таджикистана, со всех его географических точек, от страха не могут одно слово сказать, если это Конституция 1994 года, которая защищает все права всех граждан Таджикистана, облеплена как раковая опухоль, только в пользу защиты этой семьи преступной. О чем вы говорите? Поэтому все молчат, поэтому его задача имама Али Рахмона и все его преступные группировки, всех его силовых структур выдавить всех граждан Таджикистана и за те долги полностью Таджикистан отдать Китаю. Вот в чем дело. А теперь у него этого не получится. Почему? Потому что Бог даст соединяться с Российской Федерацией в новом обновленной, как говорится, ракурсе. Вот тогда будет все отлично. И тогда все могут передвигаться по территории. بسیار خوب درباره اینکه امام علی رحمان در سخنرانیش دیروز گفت که من فرمان بی‌ضررگردانی آنها را دادم. شما همین حرفای امام علی رحمان را چگونه شرح می‌دهید؟ Сначала надо вести следствие, доказать, что человек виновен, а не брать в заложники всю его семью, весь его род, авлоду аж до Шагиру, мажбур кунки агар хозир то ҳамин гапои нависандаги моя бакала нагири, гуноҳи накардагита бакала нагири, и тамоми оружие, и тамоми милтиху, ин автоматои бакала нагири, мо рафта зану фарзандата ҳамаша да пеши чашмат таҷовуз кара мекушем. Вот почему. Почему этих двоих взорвали? Потому что, видите, они не соглашались и взрывали их, извините меня, взрывчаткой. И сказали, почему? Потому что они сказали, нет, мы не делали, мы вообще безвинные люди. Потому что весь народ должен бояться, весь народ должен закрыты рты ходить. Да здравствует древнейший, великий, могучий народ Памира Бадахшана со своей этнокультурой, со своим языком и со своей огромной территорией 44% Таджикистана, где находятся абсолютно все полезные ископаемые. تشکر به شما. تشکر به شما. چند زنگ از واتساپ اومده شده است، ما قبول کرده نتونسته شدیم. می توانید یک 10-15 دقیقه دم گرفته باز با حرفای نوترین وارد شوید. О том, что я враг номер один. نه شما وراگ نمبر 1 نیستید. سلام علیکم مکه شوکت همین خاله را دقیقه ما سوال داریم. مایلش با شما سوال بود است خاله جان از استودیو. سلام علیکم مکه شوکت با شما با خاله به همه تماشاگران شما. اولم خدا آخرم خدا پروردگار عز و جل سرنگون سازد این ظالم دیکتاتوری آدم خورا قطعی تمام اویلشو قطعی تمام همون سیاستی بدش که در تمام مرامون вооруженные силы милиция ГКНБ دیگر دارند و یا مگر فکر نمیکنن که همین روزی سیاهی که در سر مردمی بدخشان کردن پگاد به اویله و یا میبیاید همین راستی همین روزی سیاه به سر مردم بدخشان آورد خاله دقیقه گوش کن
همین روسیایی که شما میگین میبرین چاپلوسی میکنن در روسیه، همین روسیه همین حالت ها را بر سر ملت تاجیک آورده است. من مهاجرم در روسیه، هم نمیخوام که در همین سراسر روسیه بدرویم. همین قصال ما غلام همین روسیه. Я абсолютно не слышу, что он говорит. Я говорю, я в полемику ни с кем не вступаю. تشکر به شما. تشکر. زنده باشید. سلامت باشید. تشکر زیاد. تشکر به شما. زنده باشید. سلامت باشید. تشکر زیاد. حالا یک نفر دیگر زنگ زده ایستاده است. تشکر. الو. الو واتساپ. الو. صدایتون نیست. نفری که از واتساپ زنگ زده ایستاده اید بفرمایید. اکا شوکت ممکن من دو دهنگا بزنم میبرم. بسیار خوب گپ زنید. یا بار دیگه سلام علیکم. همین خاله مریم بی میبرد هر افیر همین خیلی که ما داخل چاپلوسی داخل داریم، این خاله هم رفتارهای چاپلوسی بیرون را کردی. همین چی بالایی که بر سر ما اومد بدون تحقیر. خیلی انسان با دلسوزی گپ میزدگی هستن. نه آخه اکا با دلسوزی نمیشود. گپای ریش میرن جگرای ما. ما چه خراب میکنیم؟ ما نفرانی که طرفدار همین رژیم هستن مدل گپ میزنن من قبول دارم. حتی نفرانی که جانبی همین رژیم هستن، طرفدار پیشوایشون هستن، وقتی که با دلیل گپ میزنن من قبول دارم. برای همین من در برنامه‌هایم کم چاپلوس میگویم، کم لیسک میگویم، خیلی کم این حرفا رو استفاده میکنم، چون که جان بخشی شما ما رو فهمید درک نی گپ زنید برادر. میگم بخشیش زیاد برای همین کلمه‌های قبیح نه، شما ما رو بفهمین درک نین، ما میسوزیم دروناکی. درست. من هم خود یک مهاجر در روسیه هم همه روسیه بدنم صدها بار پشیمانم. این روسیه جایی نیست که ما بیم تعریفش کنیم. روسیه به خدا قسم نمیمونه که نان آدم دناله شود. نمیمونه که نان داری دنالش کنی نمیموند. 70-80 سال شده که تاجیکستان غلام بود، غلام هست. اگر با همین روسیه همکاری ما دوام بده ما یک مونده نمیشود. بله. یگانه آدمی که طرفداری همین دیکتاتور میکنه، کریشاواتی میکنه، همین روسیه ایوقی. آخه بس ایوقی هم برادرای بدخشان خطاب من با شما همین یگانه دولتی که شما را برام در اخبار عامه یکم تروریست گفت همین روسیه بود آخه. بله. آخه با چی میبرید هم طرفداری میکنید؟ همین مخالفا داریم، هم برنامه‌ها داریم. با میبرن یک تاش نمیبرد گپ زند. زوری همین مردم بدخشان میبخشید بسیاریتون شد زوری کامنتار شدین شما. آخه برویم با برادرای تاجیک خودمون هم ملت ما همش یک ملت شیم موقعی توکایا جدا کنی توکایا. درست. تشکر با شما برادر عزیز. حالا همینجا بمونید، باز صحبتتون رو ادامه میدهید برادر عزیز. همین زنگ واتساپ رو قبول کنیم اگر روزی باشه، چون که چندین بار زنگ زده شدن. خیلی خوب برادر تشکر زیاد من میبرم. مایل سلامت باشید. الو زنگ واتساپ بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. زنده باشید. تشکر بفرمایید. پای مایرم دیروز گپ ما یک قسمش در اومدم و یک چون پالیتیکی دیگه با فکرم معرفی کردن خاطر نکردم. اگر ما روز گپشون اهمیت دادم با فکری من نقطه با چی شخصی ما بسیار سفسطه گفتند. از جمله دویر امی گفتند که پوتین اویدی коррумпированный мафиозный будани Эмомали Рахмон خبردار شدند. То есть сам Путин кто? Он тоже сам коррумпированный и мафиозный человек. И яком қисми гап буд. Ин қисми гап ваё мехостанд ки як давлати союз барқарор кунанд, яъне мо дар зер итоати як роҳбари як давлати дигар шавем да. Бале. Ами нуқтаи назаршон ман фаҳмидам. аввал як гап гуфтанд, дигимш бод омадан ин хелиш гуфтанд ки мо бояд дар итоати як давлати дигар шавем, як роҳбари дигар шавем ки якчанд давлат дар як давлати умумӣ ранги союзи аввала бошад. бо як гапи дигар гуфтанд ки дар тоҷикистон фақат ҷангдозии минтақа ойда, яъне кулло помир аз ҷумла ҳамин охирон дестиҳои ҳукумата ба ҳамоӣ карданд ки яъне минтақаҳо бояд ба якдигар зид шаванда. но хеле ки таҷриба нишон медиҳад аз ҷумла ҳамин охирон дестиҳои ҳукумат и сабаби ӯ нашид ки минтақаҳо ба якдигар зид бароянд. наоборот ҳама якҷо шиданд, ҳама як фикр шиданд.
می‌خواستم یعنی اگر پای مایرمی باشد یک دو سخن دیگه اعلام می‌کردن برآمدن به جای اون کس من یک تلفن دارم برادر اون کس برآمدن شما وارد شدید چند بار در وقتی وای کس صحبت کرد ایستادگی شما زنگ زدید اون کس خارج شدن شما وارد شدید اگر یکی وارد شوند ما احتمالاً خواهش می‌کنم که یعنی گفتگوی ما یک دو سخن اعلام می‌کردن خیلی هوایی نه صفصتی نه که شما من نظر شما رو پرسیدم حالا ببینید در بدخشان چند نفر رو تقریبا 50 نفر رو به قتل رسانیدن چقدر رو بازداشت کردن فکر میکنید دیگر حرکت‌های آزادی‌خواهی در بدخشان سرکوب شد دیگه مردم صدا بلند نمی‌کند راستی من فکر میکنم که این حرکت آزادی‌خواه نبودن همین آدمایی که از طرف حکومت گفتگو چشیدن نو به هر حال این نقطه نظر ما هست من فکر میکنم که بسیارتر اینجا اگر بررسی کنیم преступные группировки یگون چیزی که چون پیش بردن تویسن اینجا من یگون حرکت آزادی‌خواه ندیدم مثلا اگر شما یگون حرکت آزادی‌خواه ایمینه در همین سبیتی های اخیر دیده باشید گوید که ما مثلا همینو نگاه کنید دفعه گذشته در تظاهرات تقریبا 5000 نفر جمع شد همشون گروپیروفکا بودن اونها نه بعد یک گپ دیگه است که از فرصت هم استفاده میبرن که کی استفاده برد اونها استفاده بردن یا خلق مثلا خلقی که 5000 نفر به میدان برآمد سیم قوا هستن بخشی در پشگفتون سیم قوا هستن которые заинтересованы в беспорядках в стране مثلا سیم قوا کیا هستن همونایی که گفتی امام الرحمن 26 میلیون سومانی مبلغ گذاری کردند من سیم قوا کی را در نظر دارم سیم قوا این آدمایی نه که نقطه نظر چون اوید با اداره دولت دارن ایونه سیم قوا قوایی که با یگان خصومت شخصی زیدی حکومت و حکومتداران برآمد میکنند مثلا چه خصومت داشته میتوانند مثلا элементарно вот почему я иногда захожу к вам прямой эфир но ягон бор дар مثلا محمد اقبال صددی نمیدونم برای که من فکر میکنم باید تنها از خصومت شخصی استفاده برده برای аудиторияи 21 минут برای کودکان یک گپای به معنی یک گپای تحقیر چقدر برآمد میکنه ای همین سبب ما راستیگه وای آدم نه گوش میکنم نه یک پریمو افیرش در اومده اشتراک میکنم نه یک سوالش میتونم برای که من میدونم که هر یک سوال ما بتونم شما دپوسی ما یعنی فکر شما 26 میلیون سومونی محمد اقبال بر اینها فرستونده است اویدی مسئله چی گفتن ندارم برای که راستی معلومات ندارم نه همین یگان قوه سیوم که ها هستن خلان تخمین زده میتونید قوه سیوم گفته سن که آدمایی که با هر یک چیزای شخصی چون میخوان که بیسپریادک شود نبرد شود تمام مثلا حضور ببینید محمد اقبال یک بیزنسمن یک تاجری کوفته است اگر مثلا حاضر تجارت کنم گوید شاید ماهش 10,000 15,000 یورو پول یابد یا دلار پول یابد برای او مثلا گریم چه عذابش کرده است که با حکومت سر به سر می شود اگر مسئله اقتصادی باشد خیلی کارهایی است که اقتصادات پیش میرد اما این در این حالت یک شخص سیاسی مثل یک تاجر پیش رفته نمیتواند در یک خونه همین گپ زدن چی فایده میتید نگاه کنن امین شخص سیاسی شدنشون زیدی حکومت گپ زدنشون بعد از بعض نیودچهایی که در زندگی بیار شدگیان من رو سیگه اویدی باید معلومات ندارم در جمعه سین سالم من یوشترم نسبت به کارهایی که در دوره باید گذشتگی من معلومات ندارم اما ای وقتی تاجریشون در وقت تا مدتی که تاجیکستان برآمدن یگان شکایت یگان عرض یگان ناراضگی نداشتن گرچند که تاجری ای سخنرانی خودشون چه میگن تاجری کلان بودن با 10 میلیون دلار کار میکردن من ببینید محیدین کبیری رهبری پیمان ملی تاجیکستان و همزمان رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان وقتی که در تاجیکستان بود در پارلمان بود وکیل پارلمان بود از روی دکلراسی پیشنهاد کردهش به
حکومت جمهوری تاجیکستان به کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان بایترین دیپوتات در تاجیکستان حساب دیده میشد، یعنی پولدارترین دیپوتات در تاجیکستان حساب دیده میشد. اما با وجود همین هر هفته در یک روز با جوانان وخوری میکرد، حکومت رو تنقید میکرد، در برآمدهایش در پارلمان تنقید میکرد و یکی از دورترین ها بود. نیوداچ تیک نبود. فهمون یوکن در وقتی در تاجیکستان بودنش با جوانان و میکرد همین کارو رو هم میکرد، اما که بود نیتوش رو تنقید میکرد، پیشنهادهای کچه او دادانا بیان میکرد تا события های سال 2015. Правильно? То есть из-за того, что он как-то относился к этому серьезно, культурно, به یگون خیلی چیز زیادی فعالیت چپش میبود، یگون کمبودی نبود. اویدی события 2015 که با حکومت sabiti 2000 همینجا به همین برنامه ما هم ربط دارد. حالا همین sabiti 2015 گفته شما چی رو میفهمید؟ события 2015 اگه ما نقطه نظری خودم چی رو میفهمم، события попытка переворота. ببینید попытка переворота، شما همین مسئله رو یک خواهش دارم. من برایتون احترام قائل هستم که فکر و نظری مستقل خود را دارید، اما یک کم نادرستی ها در بین وجود دارد. چرا؟ برای اون که همه معلومات را شما همه سرش را گرفتگی هستید، در پایان تنش نیست. سرش را گرفتگی هستید یا سرلوحش را گرفتگی هستید، اصلی متن وجود ندارد در معلوماتی که شما در دست دارید. ببینید پیش از اون که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را ببندند، چند بار خواهش کردند که خودتان بندید، پراکنده شوید. من در اون زمان تا دکبر سال 2014 رئیس بخش ناحیوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه اشت بودم. از من چند بار امنیت خواهش کرد که حزب قانونی که در اون وقت در پارلمان نماینده داشت، من برایم توسط ویدیو گویم که این حزب به مردم در کار نیست، باید این حزب بسته شود گویم. اگر این گپ رو نگویم مرا ترمه میکنن یا زندان میکنن. چند بار خودم رو تهدید کردن، چند بار به کابینتی یعنی رئیس ناحیه دعوت کردن، گفتن که بیا با ما همکاری کن حزب رو ببندیم. اون وقت مرا آگاه کرده بودن که همین انتخابات گذرن ما حزبتون رو میبندیم، بیا تو پیش دستی کن، قهرمانی کن. گویا اگر من به خواهش خودم برآمده بیایتون حزب رو بندیم گویم، قهرمانی میشد است. چندین نفر مسئولان بخش‌های ناحیوی این کار رو کردن، چندین نفر این کار رو کردن، اونها رو تهدید کردن، حتی زنشان رو به تجاوز تهدید کردن. بچه فرزند مرا مقامات کارمند مقامات امنیتی وقتی که به درس انگلیسی میرفت نزد رپیتیتورش در کوچه بازداشت کرده، به گردنش کارت موندن. وقتی که من به پلیس مراجعت کردم گفتن که بچت شب فیلمی بیویک دیده خورفتگی، برای همین خودش اکتور حس کرده به تو گپ نقل کردگی. پلیس اقلا عرضی مرا قبول نکرد. این خیلی حالت ها وجود داشت برادر عزیز. او پیروراتی ساخته بود، دروغ بود. برای چی ما گفتم در همون زمان من دانشجو بودم همگی. دانشجو شما نگاه کنید برادر عزیز، یک دانشجو از ناحیه مسجد وقتی که در همون فوتبالکش نوشته شدگی بود که اسلام ستونمهره فرهنگ تاجیکان است، او رو از دانشگاه خارجش کردند. در همون زمان، در همون شب و روز، همون چی ضرر داشت در وقت درس تربیت جسمانی؟ چی ضرر داشت همون؟ یعنی به خاطر همون نویسندجات او رو از دانشگاه خارجش کردن. میتونست از او یک بهترین کادر برآید. برادر عزیز خواهش میکنم باید ما اینفورماسیون های، این معلومات هایی که قبول میکنیم او در معنی سر ما ایستادنش اگر تحقیق شده نباشد، تحقیق کرده شده نباشد، سنجیده شده نباشد، یک موثور است. وقتی که شما با آشغال یعنی موثور معنی سرتان را پر میکنید، این مانند چی است؟ مانند اون است که به یک ستیل آب شفاف
تازه وجود دارد، آب شفاف تازه لب به لب است. یعنی این معده سر شماست، مغز سر شماست یا قلب شماست. با آب شفاف تازه پوری لب به لب است. هر چرکینی که به درون او ستیل افتاده می شود، سنگ است، کلوخ است، هر یک چیز دیگر افتاده می شود، همون مقدار آب شفاف از ستیل بیرون می شود. از همون شما هم ستیل میگوین، چی میگوین؟ از همون یوم کاس بیرون می شود. یعنی معلومات درستی که در او شما دارید، در او قلبتون دارید، در معده سرتون دارید، هر موسوری که میپرتوید جای او معلومات های خوب رو میگیرد، جای او رو پر میکنن. یعنی به جای معلومات درست شما موسور به کلتون پر میکنید. انا برای همین من از شما یک خواهش دارم برادر عزیز، تشکر به شما که صافدلانه بی‌غرضانه صحبت کردید. تشکر به شما. فقط یک خواهش دارم. خواهش من این است که معلومات هایی رو که دارید لطفا تحقیق کنید. تشکر به شما برادر عزیز. زنده باشید. تشکر به شما. واقعا نفرانی که همین خیلی صافدلانه میبرایند از روی اینفورماسیون خودشون، از این معلوماتی که دارن گپ میزنن، دو فایده دارد. یکی فکرشان رو میگویند، در حالت فکرشان رو گفتن به ملاحظه دچار میشوند، به برخورد به بحث دچار میشوند و درک میکنند که در کجا خطا کردند. دویم چیز، به جای اون آشغال یا مصری که در معین سرشان جمع شده است، به جای او معلومات درست دریافت میکنند. انا برای همین چی طرفداری مقامات باشیم، چی تنقیدگری مقامات باشیم، باید تنقید پذیر باشیم و کوشش کنیم که هر وقت که اظهار اندیشه میکنیم، در مقابلمان یک نفر با دلیل میبراید گپ میزند، از او خواهیم نتراشیم و حرفای او را گوش کنیم. اگر دلیلش قانع کننده باشد قبول کرده توانیم. با آمادگی به این اگر صحبت کرده توانیم، با آمادگی به قبول کردنی سخنی حق اگر ما صحبت کرده توانیم، حتما ملت ساخته میتوانیم، حتما پیشرفته میتوانیم. نفری که از واتساپ زنگ زدید بفرمایید، من شما رو پیوست کردم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. جون امین یک دو گپ زنیم. هم برادرها ایو جمعی برویند میگه این بدخشان وای اینترنتی شده است و این شده است و وای شده است و خیلی اینترنتی شده است. وقتی که زدن چند کس آدم از زدند و کشتند و هیچ کس نبر اومد. خیلی یک تا کلو بر اومد، یک تا چه بر اومد. چه با همی خیال ما را همی چی کرده ایستن که ما پیش رویم، ما را همی زدن گیرند و یا همش دیگر خواب کنند. یگان گپ دیگر نیست. یگان گپ سوز اگر نباشد چه با همی خیلی گپو میزنند. مثلا اونجا به مردم آسایشته ترک شدند. آیا همین مردمی که ما آسایشته گفته ایستادیم، مقامات گفته ایستاده است که آنها یراق داشتند، سلاح داشتند، آیا این درست است؟ بسوی باشد قسم میخورم یگان کس عراق نداشته. امو چه بالا عروجه که امو نشا میتن دست همین لیدرها اگر می بود که رامان پشت خود در اروپا هم دریافت نمیکرد. جان هیچ خیلی گپای ما اینترنت گپ زده استیم و دیگر رو بر اومدگی هن، ششتگی هن، پازیسا گرفتگی هن. خیلی میای درست. یگان کس در دستش یگان داشت همین متالی چیز که یگان چه نداشت، همین بر اومده زدن دمشا. حاضر وای می بروید میگد که این یک چه کوچک بودن یا را ما گرفتیم بیزرر کردیم و توزه کردیم و وای کردیم و نمیدونم وای فقط میگه این خیلی گپای همی. مردم میگن جنگ میداختند و هیچ کار نمیکردن. همین یگان کس می بر اومد خطاب همین یک 200 کس یک منطقه اگر می بر اومد کو حاضرش ما در وطن خود می بودیم. یگان نه روسیه می بود و نه وای می بود و ای روسیه چی میگن؟ همش مردم ما در روسیه کار میکنند، پول پیدا میکنند.
بله یکم گپش دوم امو که میگن وقتی که همین این برادر یک تا برآمد میگه چه با ای پشت اینترنت فقط گپ میزنه او خودش ای کجا گپ زده است ای پشت تلفن ای پشت اینترنت او گپ زده است او دیگر جایگاه جو کار نمیدورد خودش در روسیه رفتگه میگن مردم پامیر چه شدگه این کم نمیبود همین بیچاره بچه‌هایی که همین 15 سال و 18 سال و همین خیلی داشتن اماشا زدن کشتن این بس بس نیست یا که خیلی ما را گفته ایستن که ما را فقط زنند و دیگر رو همش خب بیستن خفا ما را تماشا کنن. برادر رئیس جمهور گفت که همون گروهی متشکل جنایی گویا 26 میلیون سومانی برابر تقریبا به 2 میلیون 300 هزار دلار مبلغ گذاری شدن تا اینکه تبادلات کنند. به این شما چه میگید؟ من همین گپ همین یک بار گفتم همین که پولی که او چه میکنه که این مردمی که همین بیچاره شما در اونجا غریب شدگید و ای دست همون یگان کار کرده نمیتونید یکمش همین خیلی پول اگر میداشتیم که در وطن خود مونده همون بدخشان این رامان خود یک منوت خود ایست نمیکرد این نمیدانم با ایروی او چه میشیده که بعد میبرن این لیدرم نشو میتن این خورسند و وای دیگر اکای ما را نشو میتن گشش و افیون و وای را در خانه او داختگیان این رومود این یا پرستوپنیک نیستن خودشون در کجای در جمع کردگیان برای فروش آوردن برای همین سیامکا گرفتن بردن خانه این شهیدا چه کردن یا دمینزاتن یا انسانن یا چی هستن نیوشل همی که آدم مرد با در قفاش با زده ایستن که او چه شود این چه خیل گفه وای ما نیم یک جوده وای هم گپ نداریم این تاجه که دامون کو داشته ما او هم یکا جنایت بود همون برآمدن در بارای اون این کافرو یا جواب خود میگویند ما نمیستیم ما تمام نشدیم یا جواب خود در پیش ما میگویند چند تایی که خون همین برادرای ما را ریختن یا جواب میدن یا یگان جا نمیشوند یکمش دویم گفت همین اوجا یگان کس نرفت اوجا یگان روس و یگان ایتالیانس و یگان کس نرفت اوجا قم دارن خیف دارن در عذاب دارن کجای در عذاب دارن رفتن با سر برادرای ما زدن میبینه مولی این زندگی تمام نشده است آدمایی که ما گرفتن اونا رفتن پیش خدا ما حال دامینجا ایم بیاید رامینوف چه با یگان این خیلی چند تای نواب رفته ایستن یکم بار گفته ایستن که من گفتم که این پلید این که خودش همین میبراین من فرمان دادم روی دونو را زنیتون این دیوونه این هم وقت زدگیه این خیل شدگی این مرده درست تشکر به شما برادر عزیز ما یکان گپ نیستیم ما قطعی شما ایم اینا حاضر برآمده ایستا این کیجا می رود اوجا میفهمین داریم اینا اکاو با هیچ گپ نیستیم ما اما وقت قطعی شما ایم ما اما چی با یکان کس نمی براید شما که بگوید این من برو اومدم اینا من اپوزیسیونم او برادر گفت اینا ما دم داریم آدما در اینجا چه با اینا برو اومد درست فقط در یک بدخشان او خودش 46 بار گفت که شما نه آواز دارید و نه چه دارید شما 1% ما باشیم 9 میلیون دیگر و این 9 میلیون 2 میلیون دیگر او سوکن این استالیش چه باید خوب کردگه مردم بیچاره همش در عذابند دنیر مامان برادر ما برآمد همش نشان دادیم چه ایاره چه با اینا دو روز گرفتن محکم کردن ما گفت که ما زندگی خود پیش بریم و در خانه خود شینیم که کودکای ما خریستیان نشوند در اونجا
وای گپین وای خطا زدم بخشش میکنم ولیکن همین این همین ترادیسیای خود گم نکنیم اکا این چه گپه این خیلی دیگر گپ رفت این دلیره وای چه گناه هیچ گناه نداشت چه به مردم نمیخیزد یک گپ نمیزند پیش همون سوده بروین گپ زنم برورید نشان تیده بی یوره بعد گیرید برید محکم کنی. درست. تشکر زیاد برادر عزیز. سلامت باشید. زنده باشید. تشکر زیاد. با خون جگر با لهجه شیرین بدخشانی با دلسوزی تمام میگوید حرف میزند. از داخل بدخشان گفته‌های پرزیدنت را تکذیب میکند. میگوید دروغ گفته است. میگوید فریب کرده است. تا این حد شرمندگی از جانب پرزیدنت سر زند که یک نفر شهروند به ملال برایت بگوید که رئیس جمهور دروغ میگوید. نخواد تا سطح رئیس جمهور معلومات رفته رسد که سرتاپا دروغ باشد و رئیس جمهور شرم نه، حیا نه، ناموس نه، برایت این معلومات دروغ را در بین مردم تکرار کند. حالا که تمام مردم بدخشان آنهایی که بودند در آنجا میدونند که هیچ کس سلاح نداشت. این چیز در تاریخ نوشته شده است. عبدالله ببخشید، حالا یک زنگ از واتساپ قبول میکنیم بعد شما رو گوش میکنیم. الو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من برادر نمی گوش داره مقصد همی سمت شما را. من برادر بدخشانی چیزی گفت، اول الله آخرم الله، همه سخنان درست گفت. تا که این ظالمی بر سر ملت تاجیک. بله. من خودم برادر یک الله دروغ نکنه 14-15 سال پیش سفر به غریبی کردم که 50% مقصد پرزیدنتش گذراندگی بود، 50% سرورش گذراندگی بود. من علیک حاضر باشم مقصد حاضر اینا اومدیم روسیه خدا باش کرد همون قانون همون قسم و همون قانون میوی که شکم اخته سیر کنی هیچ چیز یاد نواری. هیچ چیز یاد نیست. مقصد حجت گذاری کنه میگه حجت گذاری میکنه با پروفسور خودمون زنگ میزنیم رفته مقصد کار میگویم با پروفسور خودمون کار کنه میگویند که مقصد شهروندی فقط همین فدراسیون روسیه رو میگیریم. بله. از یک طرف ظالمی، دویم ظالمی در کجا که همین قدر ساختمان در همون دوشنبه چی لازم مردم خونه شبکه گرفته میخرن در اونجا یک بسیار آشیانه مقصد یک دام میبردارن با قد زر مردم را میفروشن. این همی یک ظالمی داخل نعوذ بالله. این خداوند که ما را ای خوری ای خلیق مقصد سرور بیرون میکرده باشه. درست. تشکر برادر عزیز. هر جای باشه نباشه برادر شما را الله تعالی هدایت کنه گردانتون باشه. زنده باشید. تشکر زیاد. با همین سرور کی مقصد یک عمر مدید چخله که اون خلای مریم هم گفت گناتیدی این مورد با کدوم گونه طرز قپیدگی این هوزی من قطعی شما مقصد سخن کرده سما گپی حق گفته استم هر چیزی را که مقصد خدا با شکر ما هم بر روز مرد شدیم مقصد فرزند داریم اویلا داریم مقصد پدر و مادر داریم خونه داریم تو همین درجه خود درد نکند یک جدا آواز بالا نمیکنی در وطن خودت کار میکنی کار تا مقصد خیلی بگم گفتی روسا که چینید نمیکنن تا کپیک میبرورن میتین تا با او کپیکشون برو روی مقصد زندگی را روزگار زندگی را اگر آماده کنی او میمونه پلی سویت پلی او نخواه که نهو زنبیلو دوشنبه خودش رنگ یک ستکن ای روز پگو ای او لاوریز میشوه او در دوشنبه پل خطی سویت در دوشنبه پل خطی. حالا درباره آب گپ زدید برادر عزیز، درباره آب گپ زدید. همین ساختمان های خانه سازی همین شرکت های
ساختمانی و خانه سازی یگانتش برایت بگوید که من از فلان جا برای همین دام ساختگیم برای همین ساختمان بنا آب آوردم. همون آب دوره شوروی یکی به همون بناهای بلند آشیانه من رفتگی است، از همون گرفته برده ایستادن. اکثریت بناها حاضر از دویم سوم آشیانه بالا آب نمی براید. حالا گفته ایستادن یکی از همین ساختمانچی ها همین رئیسی علاقه بیگ صبور است. بیگ صبور کی است؟ بیگ صبور کلا بعضی از در شبکه‌های اجتماعی نوشتگان که هر کی با بیگ صبور روبرو شد پشت پنجره زندان رفت. همین بهرام عنایتوف رئیس ولایت ختلان بود. وقتی که انداز را بیگ صبور در همون شرکت‌های ساختمانیش در ختلان نسپارید، این گفت که این خواجه اهراری کی است؟ این برای چی انداز نمیسپارده است؟ برای همین گپش پشت پنجره زندان شد. دلیر امام علی رفت در حالت بیخبریش رفت از او برنامه کرد، حالا پشت پنجره شد، پشت پنجره بازداشتگاه، هرچند زندان نیست. اینها کی هستن خودشون؟ بندیت تمام. بخشش گپی شما را گپتون دهانتان اصل گردد. این یک نمود رفتار کردست که уже کره زمین میدونه که در جمهوری تاجیکستان عموما قانون وجود ندارد. پیش سودیا میری، سودیا میگیره مقصد برای کاری که دگی نیست حقیقتا در تهمت میگیره ترقوا میکنه. پیش پروکرور میری، پروکرور هم تاجی پیش участковый میری که فلانی بیمدانی برای مقصد فلان گفته است بیمدان گفته است. اگر همین نظری قانون میگن، چشم دولت میگن، همین قانونگذاریشون امنیت برای چیه؟ همین استودیا برای چی؟ جناب گوش میکنه. باید استودیا همین بینه که حقش نیست و چی نمود ذات جمهور های همین حالتی که قانون ویران کرد. چارچوبه قانون در همه یک هیچ کنه گفته که قانون جمهور هم مقصد پیشوای ملت های و پسوای ملت های او روز کردگی های. این قانون از دوره ها از پشت بابا آمدگی. قانون در چارچوبه قانون باید در دایره قانون همه یک خیل باشه. بله برادر رحمت کلان به شما. حالا چند نفر انتظار هستند، آنها رو قبول کنیم. انشالله باز از شما خواهش میکنم که در برنامه های دیگری ما فعال باشید. زنده باشید برادر عزیز. تشکر. تشکر برادر عزیز. عبدالله بفرمایید. اکا شوقت جان، سلام علیکم. و علیکم السلام. اکا جان یک سوال دارم. همه شما مبارزان چی ما را مقصد که نمیمونه ما تا آخر گپ زنم. نفهمیدم. مقصد که برادر ما را نمیمونه در همه مبارزه که تا آخر گپ زنم. من مردم آخر گپ زنید برادر. هیچ کس گپ شما نمیبرد. 3 دقیقه وقت شما. نه اکا شوقت مقصد که دعوت کرد پیامبر صلی الله علیه و سلام، دعوت کرد با هم عمل کردن هم جهاد کردن. امی بدبخت وطن فروش با زبان خودش میگه که ما با خون گرفتم با خون میتم. امی سوال ما را مقصد که امی خودش شنویدگی است که امی ظالم میگه که با خون گرفتم اکا با خون میتم. باید ما چیکار کنیم مردم تاجیک؟ ما یگانه که مقصد گفتیم که گپ ما را مقصد افسانه نفهمید. گپ ما را افسانه نفهمید. مالا نه میتینگ میکنی والله قسم میخزی میکشد این رژیم. دستی خالی میخزی امام علی استفا میگو میکشد. نه اولتی بدخشان گذاشت. مقصد قزاقستان نمیشه با میتینگ. یکم عمل از برای الله در تا قربانی نتیم نمیشه در این رو. باید ما قربانی بتیم. این بدبخت وطن فروش گفتگی که ما بخون گرفتن که بخون لیک شما گفته ما را افسانه مقصد که افسانه بختون قبول نکنیم که بیاید داخلی. ما ریال نشان میگیم. ما ادکریت میگیم که بیاین یگانه راه که حیدران بزنیم قتیله. همه چیز ما داریم اینه که ما دوخ نداریم. شما ای مردم توجیک گفت ما را بخت و قسم با ای مردم توجیک خواهش میکنم التماس از برای الله
او سال 90 او لیدرو او ما کلوب لیدر نداریم، همین لیدرو بزرگیم. اون لیدرو بابای سنگک فیضلی آوردن یا دفتر قدرت موندن این ظالما. اگر همو میفهمیدن که امی قاتل وطن فروش این وطن تاجیکستان هم میفروخت، مردم تاجیک از ظلم میکنه، امرو هم جوش هم میکشتنش قاتلا. یکی بدبختش نکشته. یکی بیایم بحث کنیم، همین سال 90 را فراموش کنیم بروا. تشکر زیاد به شما برادر عزیز، وقتتون تمام شد. یک وقت از گپش نپرید. گپتون امیدوارم که گفته تمام کردید. نفری بعدی اهل دین بفرمایید. اهل دین گپ زنید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شوکت جان سوز خوبی، کاراتون سوز است. تشکر به شما برادر عزیز. آزی همین روز خیلی گوش کردم. پرزیدنت گفت یک مردمی بدخشان با ما هست، باید دیوانه دیگه برآمد. مردم بدخشان همه با شما هست. اون چه و تروریستا را همه را نابود کردیم. اینجا اگر مردم بدخشان به دستش یاراب می داشت، اول این حرامی را می پرد. سرکرده همین جنگی که سر شد در پامیر همه با عیب انمو رئیس ناحیه هست. اینجا یک اشیبکای بزرگ کرد همین جوانان بدخشان. اول باید همین پدرنعلت حرامزاده را میپران. برادر بیت برادر عزیز. اول باید همین را میپران. حاضرم وقت دارد. یا 6-7 کس شود این مردم بدخشان کش در اوجه نموند. یکم بچه من با مردم بدخشان همکاری دارم. میگه در بدخشان نموند 15 ساله تا 50 ساله مرد نیست. میگه همه را کشت. نفهمیدم. بفرمایید برادر. میگه همه را کشت. مدرم 5-6 جوان یک جور شود و این قرار کشتن 5-6 نفر دیگه جون شود خطر. گپ زنید. 5-6 نفر دیگه بخیزد و انمی قاتل بگیرد. جنگ سرکرده جنگ در بدخشان اینمی رئیس ناحیه هست. همه گناهکار اینم رئیس ناحیه هم رئیس ولایت. رئیس ولایت این همو هست. یک بار گفت برو به خوبی برو نرفت. دویم بار که خسته بود مردم کشت. همه سرکرده اینمی جنگ هم رئیس ولایت هست. باید اینمی جوانان همو را به قتل برساند. با چی قوتی دارد علمی را باید بکشد. بعد مردم بدخشان خیلی آرام می شود. تا اون در سر علمی وظیفه ایستاد مردم بدخشان آرام نمی شود. تشکر برادر عزیز. تشکر زیاد. سربلند باشید. هموطن بفرمایید. هموطن هستید؟ رای نبوتووا بفرمایید. رای نبوتووا هستید؟ الو؟ رای نبوتووا. کجا شدید رای نبوتووا؟ رای نبوتووا. ما شما رو گوش کردنیم. رای نبوتووا ما شما رو گوش کردنیم. بسیار خوب، من شما رو حذف میکنم. مشکلات تکنیکتون رو برطرف کنید، دوباره وارد شوید. حتما شما رو پیوست میکنم. شما حرف میزنید انشاءالله. نفرانی که میخواید از واتساپ گپ زنید مرحمت بفرمایید. ما شما رو از واتساپ گوش میکنیم. بعد مدت چند تقریبا یک 4-5 دقیقه بعدتر جواب رئیس پیمان ملی تاجیکستان محیدین کبیری که به شبکه بامداد پایگاهی بامداد.com داده است. حتما گوش میکنیم. اینجا من برابر شما گوش میکنم، هیچی نمیدونم. برابر شما گوش میکنم که با 26 میلیون پول دادن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به مردم بدخشان که تبادلات کنند. محیدین کبیری چه جواب داده است؟
حتما با هم میشنویم. من هم هیچی نمیدونم. ویدیو که آماده شد پیشکشتون میکنیم تقریبا بعد از 4-5 دقیقه. حالا نفرانی که خواهشمند هستند میتوانند ابراز نظر کنند، ابراز اندیشه کنند. چند نفر از واتساپ زنگ زدند. عذر میخواهم از شما که من نتوانستم زنگ شما رو قبول کنم. میتوانید دوباره زنگ زنید، وارد استودیو شوید و حرفای خودتون رو بگویید. چندین نفر نوشتند التماس قبول کنید گفته. یک نفر آخر رقمشان 08 هست. اگر اینجا هستید بفرمایید زنگ زنید و حتما زنگ شما رو قبول میکنیم. اما تماشابینان عزیز بیایید حرفای محیدین کبیری را که به شبکه بام.com داده است با هم گوش کنیم یا اول رای رو گوش کنیم؟ رای گپ میزنید؟ بهتر گپ میزنید. با هم یک بار گوش میکنیم. وقتی که کارهای آخران کردن ما معلومات رو داشتیم، اینها را لجانشان خواجه‌های خارجی به دست گرفت. در یک مهلت کوتاه 26 میلیون سومانی مبلغ‌زاریشان کردن. 26 میلیون همین گروه و راهبریشان میکردن از خارجه. همون حزب تروریستی نهضت اسلام و خواجگانش همون هدف مقصد تبادلات و کردن. ادعای اخیر پرزیدنت تاجیکستان درباره دست داشتن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و یا دیگر حزب و حرکت‌های اپوزیسیونی در خارج بوده هیچ با واقعیت نزدیک نیست، زیرا نه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و نه پیمان ملی تاجیکستان که حزب عضویت آن را دارد نه تنها در راه اندازی این اعتراضات در بدخشان دست نداشتند بلکه هیچ کمک مالی هم نکردند، همونطوری که مقامات تاجیکستان دعوا دارند. و نباید این هم فراموش کنیم که حکومت تاجیکستان به خصوص شخصا خود پرزیدنت تاجیکستان طول 30 سال حاکمیتش برای روپوش کردن ناکامی های خودش در سیاست داخلی و خارجی همیشه دنبال پیدا کردن و یا ساختن دشمنی داخلی و خارجی بوده است و این دشمن ها همیشه نامهایشان عوض میشن. گاه ازبکستان، بعد میبینیم که معلوم میشه که اصلا ازبکستان هیچ دشمنی با تاجیکستان نداشته است بلکه میتوان دوست بود. بعدا کدام یک کشوری به همه معلوم اما جسارت نمیکند نامش رو بگیرد و بعد میبینیم که خودش با سری تعظیم و با تملق و خوشامدگویی به همون کشور سفر میکند و گاه ها میبینیم که یا مردمی بدخشان را دشمن اعلان میکند یا حزب نهضت یا حتی بلاگرها و روزنامه‌نگاران مستقل را. بنابر همین این هم ادامه همون سیاست قبلی هست که همیشه باید دشمن تراشید و همه کمبودی و عیب‌های خود را بر سر این یا دشمنی داخلی و خارجی زد. اما درباره اون مبلغی که اولا 6000 بود، بعد $7000 و اخیراً مبلغی خیلی بلند 26 میلیون سومانی هم از زبان پرزیدنت تاجیکستان صدا داد که گویا ما به مردم بدخشان کمک کرده باشیم یا برای راه اندازی اعتراض ها. البته این یک افسانه بیش نیست و اپوزیسیون تاجیک در خارج طبیعی است که چون این امکانیت ها را ندارد و نخواهد داشت و این را نه تنها همه میدانند بلکه خود پرزیدنت تاجیکستان و مقامات هم میدانند. اما چرا این تهمت و دروغ ها را میگن؟ این هم فقط به خاطر بزرگ نمایی کردن خطرها و گویا واقعا هم کسی از خارج مبلغ گذاری میکند این گونه اعتراض ها را، در صورتی که این اعتراض ها خودجوشند و سبب هایشان معلوم است. سبب هایش سیاست های اشتباهی است. اگر امام علی رحمان در بدخشان و عموما در تاجیکستان چنین سیاست های اشتباهی را نکند، اپوزیسیون تاجیک نه اینکه 26 میلیون میلیاردها سامانی هم اگر خرج کند مردم به حرکت نخواهند آمد، زیرا هیچ دلیل برای اعتراض نیست. اما وقتی که خود اشتباه های مقامات باعث می شود که مردم اعتراض کنند، از آن جمله سیاست های کدری، از آن جمله فساد، کروپسیا
و از همه مهمش قبول نکردن مردم بدخشان همچون یک مردم خودشناس و مستقل و مردمی که واقعا هم زبانشان و فرهنگشان تمدنشان دیگر است و آنها دیگر بودن میخواهند. در هیئت تاجیکستان با مردم تاجیک، اما باید اعتراف کرد که بالاخره یک انسان حق دارد، یک گروه یک قوم حق دارد که دیگر باشد و دیگر بودنش رو دیگران اعتراف کنند. امام علی رحمان و حکومتش این رو اعتراف کردن نمیخواهند و اصلی مشکلات هم در همین است. و حالا دیگر این که ما از بیرون مبلغ فرستادیم یانه این یک دروغ بیش نیست و اگر اپوزیسیون تاجیک چون مبلغ ها را می داشت به هیچ وجه اون را صرف چون اعتراض هایی که اصلا حالا برنامه ندارند و معلوم نیست به چه خاطر اعتراض کرده می شود بدون کدام هماهنگی آن را خرج نمی کرد. اما در عموم میتوان گفت که این یک تهمت و دروغ نوبتی است. اما اینکه پرزیدنت تاجیکستان بر قصدانه نام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را میگیرد دو هدف دارد. یکی هدف داخلی که باز هم میخواهد مردم را تفریقه اندازد و بگوید که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان طرفدار آرامیش نیست و همیشه در فکر تبادلات و این گونه کارهاست. و یک هدف دیگر خارجی است که با نظر داشتیم که ما در همسایگی افغانستان قرار داریم و خطر افراطگرایی دینی خیلی بالاست و جامعه هم نه تنها جامعه داخلی بلکه جامعه بین المللی هم نگرانی هایی دارد و با این هدف میخواهد که کشیدن پای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به خاطر آن است که در سطح جهانی طرفداری بیشتر داشته باشد و بخصوص در کشورهای غربی دیگر از امام علی رحمان حقوق بشر، دموکراتیا و آزادی سخن، آزادی مطبوعات، آزادی دین را طلب نکنند، چون باید همه اعتراف کنند که او در یک مبارزه به امان علیه افراطگرایی هست و همین گونه بزرگ کردن نقش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را در حادثه‌های داخلی من فکر میکنم که بیشتر برای روپوش کردن اون برنامه‌هایی که در داخل کشور دارد به همون خاطر است. اما از طرف دیگر من فکر میکنم این یک اشتباه بزرگی هم هست. حالا نباید ما از واقعیت‌ها دور شویم. حالا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا پیمان ملی تاجیکستان چقدر توان و قدرت دارد برای جامعه معلوم است. ما آن را نمیخوایم نه کم نشان بدهیم نه زیاد. آنچه که واقعیت است، واقعیت همون است. با کم کردن ما یا زیاد کردن ما این چنین با کم و زیاد نشان دادن امام علی رحمان نه به قدرت ما می افزاید و نه از قدرت ما چیز کم می شود. اما در دراز مدت من فکر میکنم که بر ضرر خود حاکمیت می انجامد، برای آنکه از یک طرف اونها میگن که اپوزیسیون در خارج بوده از اون جمله حزب نهضت، پیمان ملی هیچ توان و قدرت ندارند و اونها بیهوده فعالیت میکنند. از طرف دیگر کمترین حادثه را در داخل تاجیکستان به ما ربط میدهند و یک تناقض در موقع در سخنهایشون دیده میشود که بالاخره باید تکلیفشون را خودشون مشخص کنند که آیا ما یک اپوزیسیون ضعیف و پراکنده در خارج هستیم که هیچ تأثیر در داخل نداریم یا اپوزیسیون هستیم که واقعا میتوانیم از دور باز هم در داخل تاجیکستان اعتراضها را تشکیل کنیم و کارهای را علیه حکومت امروزه انجام بدهیم. و این تناقض در منطق و در صحبت‌های حکومتداران تاجیکستان وجود دارد و فکر میکنم ادامه این تناقض و این منطق بر ضرر خود حکومتداران انجام خواهد شد. امیدوارم جواب رهبری پیمان ملی تاجیکستان رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را در جواب به سخن‌های رئیس جمهور که گفت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به مردم بدخشان 26 میلیون سوم معادل 2,300,000 دلار پول فرستنده است تا آنها تبادلات کنند گوش کردید. همه خوبش همین جمله های آخر نشان به من معقول شد که این حکومت میگوید که همین اپوزیسیون نیست، وجود ندارد. این اپوزیسیون چی است؟ اینا کی هستند؟ باز خودش میگوید که اینها 26 میلیون سوم پول فرستون از همین حزب نهضت اسلام پول فرستون که اینها تبادلات کنند.
لوازمات جنگی خریدگی بودند. آنها کپرکی روشان را میترکاندند. اول میگویی اینها هیچ کس نیستند. او دمروانت میگویند که در این حزب یگان کسی با نفوذ نیست، یگان چی نیست. خودتون باز میگویند که اینها تونستند در ولایت مختار کوهستان بدخشان 5000 نفر آدم را به تظاهرات برارند، چندین نفر جوانان را مبلغ گذاری کنند، 2,300,000 دلار پول تیان که آنها تبادلات کنند. به حاجی حلیم به حاجی حلیم نظرزاده 1,000,000 دلار پول دادگی بودند که سال 2015 تبادلات کند. تبادلات کجا؟ او در تاجیکستان میخواست چی کند؟ کودتا. حالا ببینید در همون سال 2015 اگر حزب نهضت در انتخابات پارلمانی 1,000,000 دلار پول می داشت، 1,000,000 دلار پول می داشت، حاجی حلیم چی در کار بود؟ همین چیاتون خریده می گرفتیم. همین رئیسی کمیسی انتخاباتی خریده می گرفتیم. چیکار میکرد به شما؟ یک همین دایباله میگفت به همین تمامی با گدا میمون همین 2,000 دلار 3,000 دلار رئیسی کمیسی участки انتخاباتی خودش میکشت. اکثریتش معلم مکتب بود، در عمرش یک برنده 1,000 دلار دستش قبضگی نی. 1,000,000 دلار حاجی حلیم نظرزاده چی در کار بود؟ در همین انتخابات پارلمانی 1,000,000 دلار می داشتیم، 500 دلار 1,000 دلار به همه آوازهای خریده می گرفتیم. آوازهای خریده اون طرف زد، همین آواز خودمون گیریم، یعنی چی میگوید فالسیفیکاسیون نمیشد، یعنی تقلب در انتخابات نمیشد. آوازهای ما رو نمیدزدیدند، بلانکه ها رو برده همین خیلی نمی پرتافتند و участки انتخاباتی به این راه نمیداد. اقلا به تقلب راه نمیداد، حکومت بوی میداد. ما از رئیسای участки انتخاباتی پول داده فالسیفیکاسیون کن، پول داده تقلب کن، پول داده آواز مردم دزد نمیگفتیم. فقط میگفتیم که عدالت کن، به قانون شکنی راه نده. حق اون که به قانون شکنی راه نمیدی همین قدر است. تمام بود. نه رویتون سفید، هن رنگت شمال خورد. رئیس جمهور نخود شرم نداشته بی فکر بی اندیشه گپ زنی. مایلش دیگرها گویند گفتن گیرند. او تو رئیس جمهوری، تو رئیس جمهور. نخود رئیس جمهور افسانه گوید. کاری که شده است مردم روشن میداند، مردم خاروق میداند، در عموم مردم تاجیک میداند، تاجیکستانیان میدانند. و تو این دروغ را به کی گفته ایستاده ای؟ در رو به روی مردم ایستاده این دروغ را به کی گفتنی؟ کی نمیدونست که همونجا تو دروغ گفته ایستاده ای؟ در همون جایی که در رو به رویت نشستگی هستن کی نمیدونست که تو دروغ گفته ایستاده ای؟ همه میدونستن که تو دروغ گفته ایستاده ای. شرم کجا شد؟ ناموس کجا شد؟ آنها کپرکی چرا پول روشن را میترکاندند. او یک نفرت زخمدار نکردند. من بدخشانی خیز گفت که آخر اون سلاح ها در ما می بود، تو پشتت از اروپا نمیافتی، میگریختی. لیکن میگن او مبلغی که تو گفته ایستادی اون هم نبود. سلاحی که به خونه مردم برده با خلطه ها ریخته اون هم نداشتن مردم او سلاح ها را. شما بدون هیچ جرم، بدون هیچ گناه جوانی مرگ کردید تقریبا 50 نفر را. در این بین چند مادران فافتیدند. از تیر
بدن سراخ فرزندش رو دیده مادر فوتید، مادر سالم. شما اینقدر دهشت انگیزی کردید، اینقدر دهشت افکنی کردید. و حالا در وطن افعال چی است؟ تمام اکنون مردمی بدخشان با آسودگی زندگی میکنن. این چی گفتین بدخشانی؟ حالا ما نمردیم. میدونید این چی گفتنی گپ است؟ شما با این کارتان تخم کینه و عداوت را کاشتید، اکنون حاصلش را میبردارید. نو تخم کینه و عداوت و ناآرامی را نو کاشتید، حاصلش را اکنون میگیرید. این تمام نشد. خودش گفت من بدخشانی به برنامه وارد شده، گفت که ولی ما نمردیم. اونها که مردند دیگه رفتند، لیکن زنده ها هستند، وجود دارند. تا خون آخرین ما مبارزه میبریم. گفت این همین حرفایی که به زبان این بدخشانی آمد، این میوه تخم کاریده های شما است. اکنون گفته رئیس جمهور مردمی بدخشان اکنون میتوانند آسوده زندگی کنند. نه، اکنون شما حالا حاصلش را گرفتن را اکنون سر میکنید. تخم عداوتی، کینه و عداوت و دشمنی را کاشتید، حاصلش را میبردارید. از مکافاتی عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو از جو. شما خون ریخته میخواهید گلدسته بگیرید؟ شما خون ریختید در بدخشان، اکنون میخواهید مردم به شما گلدسته تحفه کنند؟ نه. در عصر 21 در پیش نظر مردم، در پیش نظر مادر پدرش، حق و همسایه‌اش، شما سوی او تیر خالی کردید. نوجوان مردانه. باز چی میگوید؟ من فرمان دادم که بی‌ضررشون کنید. بفرمایید. گباو تاجیکستان. گپ زنید. میکروفونتون فعال نیست. ما شما رو گوش میکنیم. بفرمایید. الو، برآمدن. نفر ورود شدن، باز هم خارج شدن. الو، 69 89 گپ میزنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شوکت محمدی. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما خیلی شد قطعش ما در تماس نبودیم. زنده باشید. سلامت باشید. من محمد صادق. زنده باشید. بفرمایید. برادر عزیز، من به یک چیز شما توجه دادین. یکی شما نه، همه همین شنوندگان. اولش اینکه اگر یادتون باشه در همین پیشپاشی در همه همین وقتی که یگان عملیات ضد مردم تاجیک در نظر گرفته میشد، رئیس جمهور حتما به سفر میره. بله. در همه عملیات چی نتیجه میدهد، چی نمیدهد، عاقبتش نامعلوم. در بیرون نیستم. من اینجا گناهکار نیستم. برای همین خود سفید کنی. یک دروغگوی روسیه است. تو خودش انکون با دویمش همین که همین پیش از عملیاتو یک 6-7 نفر کارگران امنیت حزب حقوق گم شدن. تو حاضر مردهشون نه زندهشون معلوم، نه مردهشون معلوم. برای که نزدیکانشون خیلی رفتن زاره کردن نیافتن. بله. اینها میخواستن همینه گیرن، همین حزب حقوق برام پرتان یک کوه بیو یک عملیات گذارن که همون افغانا ایهای زدند و طالبایو انا
نیروهایی که همون در خود بدخشان بود بهای زدن بین این به همین بدخشانی ها کمک رساندن. انا این خدا یارو خود دیگه کردن بودن که همون وقتی پیش پوتین رفت، پوتین که این عملیات اوجه خبر داده که این نمیشه، نمیگذره، برای اینکه طالبان نرفت کمانده شد، این طالبان نرسید، پلان از دست داد، لیکن بارها این قدر مردم سرکوب کرد با گفت خودش این اگه آدم انسان حساب میشد و نمیگفت که اول ما بی‌ضرر میکنیم بعد یارو خوشون است دیگرش گیرین تا محبس میکنیم دیگه، این خیلی نمیشه. اول تو قطعی مردم بر اومده باید نماینده ها گپ زدنش در کار، یکی اگر گپت نرفت سینی تو تیر شدن بعد بی‌ضرر میکنه. این از ترسی که همون الباسی اثری حکومت رفت، این همون ترس پیش مردم با چشمش تر درآوردن این کار کرده شده است. یکی درصد باوری دارم که این خونی ملت جوش آمدگه، این دیگه مردم کشته نمیتوند. اگه گفته خودش حاضر گفته شده است که من ما بدخشان تازه کردیم از اون جنایتکارایی که از کجا آمدن چه آمدن و دیگه وقتی که اگر تو همین جنایتکار به گفته خودش نیست نابود کردی باشد، بیزار که برای مردم اجازه دهد که مردم دلش خالی کنه. بله. طلباتش گپ زند بر اومده. بله. درست است. همیشه باید همون مردم گوش کنه. این این مردم چند قدر آدم ناحق کشتی باید یک تفتیشات برده شود، یک کمیسیون تشکیل کرده شود که حق به جایش رسانده شود. بله. من باوری دارم که اینها نمیخوان، اینها هم میخوان که همین ترس دارن، لیکن مردم چقدر مردم در زور کنند مردم همون قدر بقوت نشه. این خطاگی رحمانوفه. این یک. بعد اگر همین نوار دیدم که وقتی پیام برای همون گرد اطرافش داد، یکمی بار نظر کردم که مردمی که آگاه هستن و ناموسن سرشون نبرداشتن. بله. یک بار همین ویدیو ببینید توجه کنید، همین دوستی حرام خور دوستی کثیف منم تو چشماش در میگیرد وقتی که گم بزند. یکی دیگه مردم سرش خم بود، میدونن که در نزد مردم بدخشان، در نزد مردم تاجیکستان اینها زبان کوتاهن، اینها گناهکارن. این ظلم که اینها دستگیری میکنن اینها همین ظلم قطعی هستن. بله. خدا من همین چیزا رو توجه کنم، بعد هم خدا میگم که همین توجه کنند که لیکن مردم بدخشان باور کنید همه مردم تاجیکستان با شما هست. بگذار این خیلی با نه جداگانه نه دیگه، لیکن من حاضر یک دیگه چه گم روشن فکروی که هستن برآمده ایستادن، انشاءالله به نزدیکی ببینید چی میشه. درست. تشکر زیاد به شما برادران عزیز، خواهران گرامی و هر نفری که ما را تماشا کرده ایستادید به یکایی که شما تشکر میکنم. اما ما را زیاده از 2100 نفر تماشا کرده ایستادن، لایکتان 1100 نفر است. لایک میمونید، دیسلایک میمونید، یعنی از خودتان درک دهید. جانبداری گفته های ما هستید، ضد گفته های ما هستید. خواهش میکنم شما بی‌طرف نباشید، طرفدار هستید، جانبدار هستید، موقعیت خودتان رو معلوم کنید. باید شما با موقعیت باشید. ما موقع خود رو معلوم کردن رو در همین جای باید بیاموزیم. ما از چی ضرر دیده ایستادیم، از چی سرکوب شده ایستادیم؟ برای اون که موقع گیری نداریم. موقعمون معلوم نیست، موقع ما رو هیچ کس نمیدوند، از موقع گیری میترسیم. یگانه جای امن همین یوتیوب بیچاره است که شما رو فوش نمیکند. نه لایک موندگیتون رو کس میدوند، نه آبونه شدگیتون رو کس میدوند. بیایید همینجا 1100 نفر 1000 نفر دیگر لایک موندگی نیستید. خواهش میکنم تکمه های لایک رو پخش کنید تا اینکه این برنامه ما رو به دیگران نیز توصیه شود و دیگران نیز تماشا کنند. همین قدر از شما خواهش داریم. چیز دیگر 70% تماشابین های ما اونهایی هستند که
با کانال یوتیوبی پیام تیوی ابونه نشدند. خواهش میکنم همین جا هم با باوری کامل گفتم ممکن است که تقریبا نیمی از تماشابینان به کانال یوتیوبی پیام تیوی ابونه نیستید. خواهش میکنم تگمه ابونه شدن، پادپیسات کردن رو پخش کنید. یگان جایتون کم نمیشود و بجز این برنامه ما چندین برنامه‌های فرهنگی، دینی و اجتماعی داریم که از آنها نیز بهره‌مند میشوید و ما نیت داریم که حتما در خدمت شما شبانه روزی باشیم. به این دستگیری شما لازم است. خواهش میکنم تگمه لایک رو پخش کنید و به کانال یوتیوبی پیام تیوی ابونه شوید. یک نفر از واتساپ پیوستن، ایشان را گوش میکنیم. الو بفرمایید. السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. آقای شوکت محمد، من به شما یک چند سوال داشتم. بفرمایید. من شما رو گوش میکنم. سوال یکمی من همین است که آقا جان، برای چی که وقتی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در تاجیکستان فعالیت کرده و فعالیت داشته بودند سال 2014 15 خیلی تو همون سال 2015 را وقتی که رهبر گروه 24 خدا رحمتی نامش شما زیادم برآمد در ترکیه با عمر قواتوف وقتی عمر قواتوف خدا رحمتش کنه، وقتی همون انسان میتینگ اعلام کرد، مردم با میتینگ دعوت کرد که مقصد این رحمانوف یک شیطان است در روی انسانش، اگر پوستی را بکنی این یک شیطان واقعی در تاجیکستان این همین رحمانوف است. برای چی وقتی که عمر قواتوف مردم با میتینگ دعوت کرد، شما حزب نهضت که در همون سالها فعالیت کردن با عمر قواتوف یک جای نشده، مقصد چی نکردن؟ از همون طرفداری نکردن از عمر قواتوف. تشکر. شد تمام کردید برادر سوالتون رو. برادر عزیز وقت دیگران رو نمیگیرم، من یک ریکلام میکنم. برادر عزیز، در همین شبکه یوتیوبی پیام تیوی من ماه گذشته با رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان موحدین کبیری یک مصاحبه داشتم در وین و این در شبکه یوتیوبی پیام تیوی وجود دارد. شما می توانید اون رو پیدا کنید و به این سوالاتون جواب گیرید. در اونجا جواب گفته شده است به این و به چند سوال های دیگر. بعد یک گفتن دیگه دارم آقا جان. بفرمایید. در همین کانال پاتریوت که عزت میگن سیاست آزاد صحیفه یوتیوبیش کانال اول برادر رکلام کنه التماس پادپیسچیکور و پارتیزانس که چی میبره برنامه ها داره همون دا یک چیک من رکلام کنه بعد مردم گفتنی هستم. برادر عزیز رکلامتون رو کردید، الکی رکلامتون رو شنیدن مردم. تشکر به شما برادر. سلامت باشید. زنده باشید. الو، زنگ از واتساپ. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستی؟ تشکر به شما. ما یک بار خاطر در چیز شما یک بار شد میدونیم صوت بشه کم طرف. هیچ گپ نه، بفرمایید. در دیگه گپ میزنیم دیگه که جونیست دیگه. کاش نیم توقعات کنه که نشه دیگه. بفرمایید. دیگه توقعات بوده باشه. باور کنید من جو سالکم با خدا آقا جون نمیدونم باور کنم خیلی درد میکنه که این برادران رو میگم با خدا چون خواب نیستن خیلی من همه کاروز گوش کردم انشالله تفتیش کردم تو دستور کردم دیدم که حق گام میزنم خیلی دیگه با که طرف حق شدیم که دیگه پر نگون این ظلم اومده سای همه رو بوده سود زنده باشید. الله محکم فرسیام. آفرین به جسارت شما. خدا برادر خیلی یا لایک بانم خدا لایک هم که یا بول میجه اگر ساعت میشه ساعت میجه کنه آیا لایک جفتن میترسی او خیزن لایک جو که پادشات کنه پادلیت کنه سوسو با خدا برادر خیزن این با خدا ترس دل بروره خاک مرده میمره مخیش گامیو خی نه اینجا هیچ کس شما رو نمیکشد نمیمیرید. همین تگمه لایک رو پخش کنید. حالا 1300 نفر تگمه لایک پخش کرده هستند، 2000 نفر تماشا کرده ایستادند.
تگمه لایک رو پخش کنید یگان کس شما رو نمیکشد یگان کس درک نمیبود که شما تگمه لایک رو پخش کرده است همین قدر که همین نوار ما ریکامنداسی می شود به توپ می بروید و دیگران با خبر می شوند که همین خیلی برنامه رفته شده است وارد می شوند باز شاید در اون قطاری در بین اون نفرانی که شنویده با خبر شده به این برنامه ما وارد می شوند نفرانی باشند که فکرهای بکر دارند نفرانی باشند که به برنامه وارد می شوند چند نظر و اندیشه هایشان برای جامعه لازم است آنها با خبر می شوند برای همین خواهش میکنم از شما که همین تگمه لایک را دریغ ندارید به کانال یوتیوبی پیام تیوی آبونه شوید بفرمایید برادر همین که من درون تماشا کردم گفتم چی باشم تماشا کردم که نه بسیار چیز خوب چیز نغز رفته است یگان جای بد نیست بوجه که لایک بوجه که بخدا ترس اگری باشه شهر مردم شهر شوی بخدا آیا کشته مخکم که نیست بدخشان برادر ایست گفت یبا که یگان جودان نمونه کسی کم در گاب بزنه گفت دیگه با که طرف است بوده کشته سه بوده مخکم کرده خو آلتر بگم که بدبخت خو میگم که ایداس میگم که کنم بخدا قسم کای انقلاب میشه که من خیزم رام گفت دیگه با من داو توشتون گاب زنم هیچ چیزی پایچه او حالا هیچ بدبخته و فکر یک برادر فکر یک توجیکی نمیکنم بخدا و فکر فقط اولاد خشم میکنم فکر اولاد خشم فکر یگون تشون نمیکنم بخدا قسم این روز فقط در کار میشه که خونات میدونم میگه خونات برو میگه خونه من میگه زمین من چی میگی دیگه درست تشکر زیاد برادر زنده باشید تشکر زیاد زنده باشید ابل اندرسون بفرمایید ابل اندرسون ابل اندرسون هستید حقگوی گپ رو سر کنید یا وقتی ما رو نگیرید ما نوبت رو به دیگران بدیم یا که خودمون گپ بزنیم ما شما رو شنیده ایستادیم پیشتون رو میشتون اومده ایستاده است حقگوی میش سوفلیارتون اومده ایستاده است مالش گپوی سوفلیور ازود کنید من انشالله باز وارد میشوید به شما من باز نوبت میدیم حتما گپ بزنید تا اینکه نوبتی دیگران رو نگیریم مردم بی گپ وقتش نگذارد تماشابینان عزیز هیچ وقت من از شما تا به این درجه خواهش نمی کردم که تگمه لایک پخش کنید و به کانال یوتیوبی پیام ابونه شوید همین دفعه بسیار گفته ایستادم چون که درک کردم که به این برنامه های ما برای پیشرفتش دستگیری شما هم لازم بوده است بی دستگیری شما پیشرفت نمیشده است حتما پیشرفت شما لازم بوده است یعنی قرصک از دو دست می آمده است دست شما همین تگمه لایک شما است پخش کنید برادران عزیز شریپوف جمشید بفرمایید جمشید کجا شدید میکروفونتون رو فعال کنید بفرمایید حقگوی آماده شدید برای گپ زدن حقگوی هستید جمشید هستید جمشید نیستند حقگوی گپ میزنید شما یا خارجتون کنم تمام جمشید شما گپ میزنید نوبت به دیگران میدیم جمشید من شما رو پایان میکنم سرباز بفرمایید
سرباز الو الو سرباز اوی سرباز چه مشکل پیش آمد سرباز الو سه نفر برادران اینجا وارد شده هستند به فکرم چه مشکلی پیش آمده که گپ زده نتوانسته ایستادند تماشابینان عزیز از یکایی که شما احترامانه خواهش میکنم که همون سیلکی که در پایان نوار آورده شده است با واسطه آن کسانی که سخن کردنی هستید وارد شوید و سخن کنید. یک نفر از واتساپ وارد شدن. بفرمایید برادر عزیز، ما شما رو میشنویم. الو گپ زنید. من از برای بدخشان گپ زنید. اینا بدخشان سرنگون کردن، فکر میکنم که به آدم لیدرایی که زدن فکر میکنم که ما تمام شدن. یک تا بقره زدن 10 تا بقره دیگه پیدا میشون. یک تا گلبدین کشتن 100 تا گلبدین دیگه پیدا میشود. آن همه خیلی بله یک تا سپرسمنت کشتن 100,000 سپرسمنت دیگر در بدخشان پیدا میشود. اینا فکر میکنند که همشون عروج داشتند و ما را چی کردن؟ اگون کس او ریشتان در عروج نداشت. اینا پروسه مردم کشتن، برای مردم کشتن که خودتیان وای که خود همون جنایت خود پوشوندن در سر لحظت اسلام میزنند و در سر دیگر کس میزنند و دیگر کس. اینا همش اشتباه. اینا او مردم کشتن، اینا جواب او مردم میتن خود خواه نخواه همه خیلی. بله اینا یکم ما اینا را آرام نمیمانیم، نماندستیم. 30 سال میگوید که این مردم در طاقت همان آدم ها کرد و از اون ترسید. آدم ها ما را یکم آدم ها برای ما خدمت کردن، آدم ها ما را از این ظالم ها زشت کردن. آنها ما را یکم غم نمیدونن. حاضر انا ما به سربر موندیم و آدم ها لیدرهای کشتن. حاضر ما به سربر فکر میکند که مونده. ما 100,000 دیگر گلبدین داریم و 100,000 دیگر محمد باقر داریم. تشکر برادر عزیز. یگان وقت از ما خلاص نشدن، نمیشوند، نخواهند شد. استعفا رحمت کلام. تشکر به شما برادر عزیز. حالا استاد علیم شیرزمانوف به برنامه وارد شدند. صدای مرا میشنوید؟ میکروفونتون رو فعال کنید. بله سلام علیکم. صدای شما رو میشنوم، لیکن حضور همین چیزی که بود صدا اصلا نداشته. شما حاضر که همین برادر گپ زد اصلا صدا نمیدونم صدای من شنیده میشود یا نه. صدایتون شنیده میشود. در چی هم گفته ایستادن که صدایتون شنیده شده ایستاده است و صدای مردک هم شنیده شده است. خب من تشکر به شما که به برنامه وارد شدید و دعوت ما را پذیرفتید. وقت قیمت خودتون را دریغ نداشتید. خوش آمدید یک بار دیگه به برنامه. تماشابینان عزیز، در حضور من شما در برنامه علیم شیرزمانوف معاون پیمان ملی تاجیکستان حضور دارند که به معرفی اینقدر نیاز هم نیست. حالا من به خاطر آن شما را به برنامه دعوت کردم که
او 13,000 دلار شما فرستاندگی به نهایت به رقم‌های بزرگ ضرب خورد. سببش چی بود؟ هم گفتن اول که علیم شیرزمان 13,000 دلار فرستادگی بود، 6,000 با جمع کردن 13,000 دلار شد. حالا 2,300,000 دلار شد، 26 میلیون سومونی. اینه چه خیل کردیتون شما؟ اگجای افتیتون؟ با فکر من همین سمویی که با من بنده رفت دادن، این سموها کونه شدند، چون که بعدا اینها افسانه هاشون تغییر خوردن و اون از ابتدا واقعا اینها مطمئن بودن که در این میان کدام مبلغ های کلان وارد هست. اینها 100% مطمئنن، چون که همین نفرانی که تمام هستیشون در گرد سوم هست، تمام دولت، تمام ملت، تمام دولتداریشون در گرد سوم چرخ میزند. مثال برای یک وزیری که فرض کردیم یک خب چند دولت ما شناس هستیم که یک خارجی میآید برای یک یاردمی با مردم تاجیک، یعنی میخواهد که در اینجا با پول خود در یگان جا نیروگاه برقی سازد یا در یگان جای دیگر یگان یاردمی برای همین مردم بیچاره تاجیک کند. این وزیر میگه که خب این اختیارت چقدر یاردم میکنی، من از این چی میابم، یعنی با من چی میکنی؟ همین در گرد پول که همه چیز چرخ میزند، اینا مطمئن بودن که در این میان مبلغ های کلانی هستند. و چون آمدن که اصلا مبلغ در اینجا اصلا از یگان جو اصلا مطمئن شدن که وارد نشده است، نه از طرف پیمان ملی و نه از یگان طرف دیگر. اینها 100% با امین مطمئن شدن، آمدند همین قدر مردم رو کشتند، همین قدر مردم رو زندانی کردند. در یگان جا حتی همان سلاح و مهمات که نشان میتین اینا را خودشان آوردند، از خانه فلانی میگیرم واج به خانه فلانی دیگر میبرند، در هر جای همان یک رقم سلاح میاد. اخیراً دو تن افیون تازه را یافتند که تقریبا 20 سال می شود که افیون تازه را یگان احمق افغان سودا نمیکنند. امروز یگان افغان احمق از همین افغانستان افیون تازه نمیبراید. در دوران شوروی هنوز افیونی های بودند که افیون پیدا میکردند، حاضر افیونی های تاجیکستان افیون پیدا نمیکنند. این علاقه همش همین محصولات تیار، یعنی افغان احمق نیست، اون محصولات تیار میفروشد در مواد مخدر، محصولات تیار، این کوکائین و گرائین و همونا هستند. و اینا دو تانه بود، چند بود؟ 200 کیلوگرم یا 2 تانه 200 کیلوگرم افیون تازه را یافتند در قروق. این البته از خزینه های خود گرفتند، چون که 200 تانه افیون یگان احمق افغان تاجیکستان راه نمی‌دهد. صدایتان کم شد. میبخشید با زنگ شد. بسیار خوب. حالا اکنون مبلغ گذاری رو آوردم به همان افیون، شاید همین 26 میلیون یا 2 میلیون چی بود؟ همین شاید 26 میلیون سومونی. همین شاید به همان چی رفت دادن، به همان افیون رفت داده باشه. بسیار خوب. رئیس جمهور گفت که من فرمان دادم که به ضرر گردانیدشون، یعنی من گفتم رئیس جمهور با همین اعتراف خود اخیراً تمام همان نقاب ها پرتافته شدند. همین رئیس جمهور برای مردم بدخشان از سال 94 که
انتخابات اول همین رئیس جمهور مردم بدخشان 96% به طرفداری عبدالله جانов آواز داد و همان آواز را حفظ هم کرد، در پروتکل آمده بود. این به فکرم آخرین انتخابات بود در بدخشان که همان آواز داده شدگی حفظ شد. بعد همان مردم بدخشان را تا سال 97 آوردن کرد. مردم بدخشان خیلی صمیمانه به این مردک باور کردن. یعنی ما در اقلیت مانده بودیم، ما مخالفین در بدخشان خیلی اقلیت مانده بودیم. مردم خیلی بعد سال 95 بعد از تشریف والا حضرت با همراهی رحمانوف به بدخشان، اصلا مردم دیگر برای مردم همین مردک دیگر خیلی نزدیک شده بود و ما که مخالفین بودیم ما همیشه می گفتیم که این افسانه ها هستند و ما مردم رو به هوشیاری دعوت می کردیم که این افسانه خونی است، لیکن مردم به ما باور نمی کرد و به رحمانوف باور می کرد و به خب دست نشانده های رحمانوف. امروز رحمانوف تمام نقابهاش رو پرتافت و در اینجا اعتراف کرد که در همین قدر سالها من دشمنی داشتم با بدخشانی ها. از همان جنگ 92 سر کرده، همون قتل عامی که در دوشنبه بعد از وارد شدن رحمانوف به دوشنبه نسبت بدخشانی ها قتل عام اول پیاده کرده شد. البته باز همین اعتراف به همان هم آمد که همان سالها هم رحمانوف قتل عام بدخشانی رو برای مانده بوده است و امروز اعتراف کرد که من، یعنی مردک یک کمی هم احساس همدردی، احساس انسانی ندارد نسبت اون فوتیدگانی که شاید، نسبت اون شهیدانی که شاید به خودش هم شاید سوال میداد که شاید در بین اینها آدمای بیگناه هم باشند. نیست که در بین 40 نفر زیاده از 40 نفر شهیدان نایه روشان همه‌شان جنایتکار باشند، همه‌شان نمیدونم چی باشند و ذره هم این مردک احساس درد، احساس همدردی با این مردم نکرد و نه فقط با این مردم، این با مردم تاجیک نمیکند و تمام تاجیکستان. و با این اعتراف علاوه این اعتراف به جنایات کرد که جنایات ضد بشری در دنیا، یعنی جنایات ضد بشری در دنیا معرفی می شوند و این را در دادگاه های بین المللی عادتا به دادگاه می کشند و همه اون واقعهایی که همین روز و ساعت در بدخشان به وقوع پیوست، همین قتل عامی که نسبت بدخشانی ها پیاده کرده شد، این البته که یک روز ثابت می شود که این قتل عام بود و اگر در دیگر حالت ها اگر همین برآمد رحمانوف نمی بود، پای رحمانوف رو به این جنایات کشیدن مشکل بود. یعنی در آنجا می شد گفتن که این یک نهاد فلانی بود، این یک فلانی خودسری کرد، یعنی لیکن اینجا آمد رحمانوف تمام مسئولیت را از گردن تمام زیردستانش ساقط ساخت و به گردن خود گرفت و پای رحمانوف را حاضر به این جنایات ضد بشری کشیدن خیلی راحت میشد کشید و انشاءالله من دعاگویم که همین رحمانوف 100 سال 100 و چند سال عمر بیند که این را ما با همین جنایت روز خدا خواهد این را به محکمه بکشیم و به همین جنایاتی که این روز اعتراف کرد این باید جواب بده.
ببینید من سخنی امام علی رحمان را در نوار گذاشتم. میگوید که آنها دائم از نام مردم سوء استفاده میکردند. آنها سیمای مردم بدخشان نبودند و نیستند. ما باید در مناسبتمان همین خیل جدا کنیم. من شخصا همین خیل جدا میکنم. این گپش چی مضمون دارد؟ این گپش همون افسانه که میخواهد به اون باور کند. یعنی اون مردمایی که امروز مردم بدخشان طول از 25 نوامبر به این سو مردم بدخشان کلا تقریبا 90% مردم بدخشان در موتم ششته است. 90% مردم بدخشان مطمئن است که اینها شهیدا هستند. این میخواهد بگوید که نه، اینها یعنی اکثریت مردم بدخشان بر این اندیشه نیستند. اکثریت مردم بدخشان از حکومت و از همین قتل عام مردم خودش جانبدار هستند. یعنی اینا با این گفتنی است که همون قتل عامی که من برا ماندم، مردم بدخشان 90% اون را جانبداری میکند. این چند نفری است که خب از جنایتکاران و جنایت پیشگان جانبداری میکنن که این افسانه است که خودش هم میداند که این افسانه است. من شخصا همین خیلی جدا میکنم. یعنی من شخصا گفتنی است که خود را دلپور میکند که او یعنی هر چند دینه باشد هر انسان خب یک شک و شبهه دارد در همان اقداماتی که میبردارد و اگر او اقدامات منجر به تلفات جانی شود، این کدام انسان نباشد به جز فرض کردیم به مانند میرزا نباتوف و به مانند یتیموف، اینا آدم نیستند. لیکن همین رحمانوف از میرزا نباتوف و یتیموف اصلا فرق میکند و در یک کنار دلش یا یک کنار وجودش همین شک و شبهه دارد و همین گناه، همین وجدانش احساس میشد که عذابش میتید و گفته ایستاده است که من شخصا چون این فکر دارم، یعنی خود را دلپور کردن است با همان کم وجدانش که مانده است، عذابش داده ایستاده است. با همان کمک وجدانش گفته ایستاده است که یعنی من گناهکار نیستم در وجدان. بله. حالا ببینید میگوید که من زیاده از 15 مراتبه آنها را عفو کردم. کوشش کردم که فقط با راه تربیه کردن آنها را به حیات آسایشته و زندگی مقرری برگردانیم. و این چی میگید؟ هر دفعه این خودسری مقاماتش مردم آسایشته بدخشان رو مجبور به واکنش میکرد. هر دفعه همین خودسری مقاماتش همان نظامی که رحمانوف جاری کرده است و من به خاطر همان نظام امروز دلیر ششته است، حفظ همان نظام با فکر ما زد میبرم از برنامه تان گلویم تمام شد. الله شفای کامل بیاد. به خاطر به خاطر حفظ همون نظام این آمد دلیر محکم کرد و همه همین کار آب دیم یاردم نمیکن. این بر اثر عصبانیت همین کار 2 سال است که مرا خور میکرد و این یعنی به خاطر حفظ نظامی که جاری کرده است، نظام خودسری که جاری کرده است، همان پرکروری که من به شما تعیین کردم، او پرکرور من معاش نمیتیم
او پرокурор معاش از شما میگیرد. او پرокурор معاش از شما میگیرد و این نظام من است و قسمت از همون از شما گرفتگی تا من میرسد و من در حفظ همین نظام همه کار میکنم و چند مراتبه که گویا عفو کرده است، چند مراتبه مردم به لب آمده است و به میدان ریخته است، اعتراض کرده است و این آمده است و همان بر اعتراضگران را چون همان مخالفین سابق فرانت خلقی که در بدخشان پوره از بین بردن نتوانستند، هر لحظه همین اعتراضهای مردمی رو اینو تاب داده به طرف همونا می بردن و هر دفعه می اومدند و آذر که ببینید آذر که دلیل اصلا گناه نداشت، ما طلب جزای پرокурор را میکردیم، اینا آمدن دلیل را ادعا کردن و آذر همه ما دعاگوی آن هستیم که حداقل همان دلیل اقلا جریمه کنند و جواب دهند. ما الکی فراموش کردیم اون جنایتکار پرокурор را. ما آذر میگوییم که اقلا نمون دلیل هر دفعه نسبت بدخشانی ها همین میشون جنایت پرокурор صادر میکرد تا بس میدادن بالای باقر می آوردن، بالای دیگرش می آوردن این نظر و هر دفعه ما می گفتیم که خوب حداقل همین برادرای ما را نکشد و زندانی نکند و می آمد و عفو ما را نمی کرد، عفو همون پرокурор را می کرد، عفو همون که گبشنیک می کرد، عفو همون میلیسه را می کرد. این ما را عفو نکرده است. هر دفعه می اومد آذر هم اگر دلیل را عفو کند، این عفو همون پرокурор داماد شایان می کند، این عفو دلیل را نمی کند. بله، فرق فهمیدن در کار است. درست. تشکر زیاد به شما. سلامت باشید. تشکر. برقراری سلامتی را به شما میخواهم. باشید. تشکر زیاد. حالا یک نفر از واتساپ زنگ زده ایستاده‌اند، اون کس را قبول میکنیم. بفرمایید. الو. سلام علیکم اکا. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. این برادر گوش کم خیلی گپای خوب زد اکا جان. ما یک ای برادرانی مبارز شما هستیم اکا جان. زنده باشید. بفرمایید. به شما توجه میکنیم. امام علی استعفا تو کیا ظلم میکنی؟ برای گم شد دیگه مطرح نمیخوی، میبری دلیل امام علی را سود میکنی، اوش را سود میکنی، فامیلی های برادرای ما را میکشی. تو پدرنالت انصاف بی تحقیر برادر، بی تحقیر. خواهش میکنم. اوخی اکرم جده کو او بینه نمی گونم دانو کی بنی مماریه. درست. بفرمایید برادر. دیگه نمیدونم مایی را چی بگم اوخی. فقط اکا دیگه خیلی بگاب زده نمیشه، فقط پریود. بله. فقط حمله کار. تا وقتی که ما همین خاموشیم اکا جان کو ما را میبرند میکشن زندانی میکنن، فقط پریود. خیلی که همگو میکنن کو ظلم باید ما هم همون خیلی کنیم اکا. ما باید دست کنیم. درست. سلامت باشی اکا جان. تشکر به شما برادر عزیز. شما هم سلامت باشید. امام علی استعفا. زنده باشید. تشکر زیاد. خوب اکا جان. خوب زنده باشید.
یک نفر با نام شریف جمشید چندین بار کوشش میکنند که وارد شوند سخن کنند، وارد شده نمیتوانند. برادر به شما گفتنی هم که اینجا یگان کمبودی ما نیست، هم حتما کمبودیتون را در برنامه های آینده برطرف کرده وارد شوید، حتما ما به شما سخن میدهیم، حتما حرفای دلتون را خواهید گفت. حالا همگی 2 دقیقه دیگر فرصت داریم ما و اقربه ساعت بعد تمام شوی وقت برنامه اشاره کرده ایستاده است. تماشابینان عزیز، از یکایی که آنهایی که در برنامه شرکت کردند حرفای خودشان را گفتند، با آنهایی که تماشابین ما بودند برنامه ما را گوش کردند، با آنهایی که برنامه ما را به دیگران فرستادند پدیلیت کردند، آنهایی که تگمه لایک پخش کردند تشکر میکنم. یک بار دیگه پیش از تمام شوی برنامه خواهش میکنم که کسانی که تگمه لایک را پخش نکردید پخش کنید تا اینکه برنامه به تاپ برآید، یوتیوب به دیگران برنامه را توصیه کند، بگوید که تماشابینش زیاد تو هم از قطار نمان. و آنهایی که به شبکه یوتیوبی پیام تیوی آبونه نشده اید، از یکایی که شما خواهش میکنم که به شبکه یوتیوبی پیام تیوی آبونه شوید، ضرر نمی کنید و حتما ما به همکاری و دستگیری شما نیاز داریم که این دستگیری و در پهلوی ما بودن شما، کمک شما همین است که شما برنامه های ما را به دیگران بفرستید و به شبکه یوتیوبی پیام تیوی آبونه شوید و به دیگران توصیه کنید که آبونه شوند. تماشابینان عزیز، خلاصه گپ همین است که رئیس جمهور ثابت کرد که زکاس چی که دشمن تراشی، زکاس چی که پراکندگونی ملت خودش است. با حرفایش ثابت کرد که او جانبداری وحدت ملی نیست. حالا لازنگ هایی که او دارد، کلیچکه هایی که او دارد، اساسگزار صلح و وحدت ملی، این همه زیبنده او نیست. او هیچگاه کوشش به وحدت ملی نکرده است. صلحی که به تاجیکستان آمد او را مجبور کردند که صلح کند، چون که قصر ملت باشگاه پرزیدنت در تررسی مخالفین بود. تا 25 کیلومتر دوشنبه مخالفین آمدگی بودند. این اگر به صلح مجبور نمیشد، الکی کیها در بالای قبرش خانم عزیز ما واویلا میخوان، انا برای همین صلح کرده بود. این هیچگاه اساسگزار صلح و وحدت ملی نبود، چون که بعد از صلح یگان بار ثابت نکرد که جانبدار صلح است و برای پایداری صلح طرفدار است. همیشه کوشش کرد کسانی که برای صلح کوشش کرده بودند آنها را نابود کند، به زندان اندازد، مهاجر رو دربدر کند و کسانی که برای بقای حکومتش خلل میرسانند آنها را نابود کند، زندان کند، مثل امروزه در بدخشان به قتل برساند. این کسی که هر سال با این بهانه، با وی بهانه، گاه در زندان 50 نفر را میکشد، شورش را بهانه کرده، گاه هجوم به سیاحان خارجی گفته، ولسپیدران های خارجی گفته چند نفر را میکشد، چند بچه بیگناه را میکشد، گاه به قسم حربی هجوم کردن، تروریست ها از افغانستان آمده گفته 2 ماشین 3 ماشین تاجرها را میکشد و همین خیل شب و روز در قتل و کشتار از روز هفته نیست که قتل یک نفر، حبس یک نفر شنیده نشود. یعنی آخران ما فکر میکردیم که این کشتن ها کمی یک بچه های بیگناه، یک جوان های 17 ساله 18 ساله را میرن میکشند، دستگیر کرده نمیتونن، میرن میکشند. آخر از پایش انداز، از کتفش انداز، از دستش انداز، بشیند به زمین به زانو نشیند، رفت دستگیرش کن، نه بی ضرر میکنن میکشند. آخر او را
زنده دستگیر میکرد یگان چیز میگفت ما حیران میشدیم که این چه خیل کار غیر حرفه‌ای از دست سربازان حرفه‌ای میباید. از این امروز انیق شد، خود رئیس جمهور اقرار شد که این فرمان رو خودش میداده است، یعنی بکشیدشون، بی‌ضرر کنید. اینها فرمان رو میگرفتن، ها نه هو نه رفته به قتل میرسوندن مردم رو. گناه دارد ندارد. در رأس یک حکومت قاتل نشسته است. باز شرم نه، حیا نه، به ایبا به قاتلیش اقرار می شود. مؤلف پراکندگی ملت، مؤلف از هم پاشیدن ها، دشمن تراشی ها، مقابل همدیگر بودن ها، از یکدیگر خائن تراشی ها، همین شخص رقم یک کشور بوده است. از خداوند کریم منان طلب میکنیم که به ما جرأت بدهد، شجاعت بدهد، جسارت بدهد که برای یک حکومت قانونی کوشش کنیم و از دست این قاتلان برای نجات یافتن هر چه زودتر کمر همت ببندیم. سلامت و سربلند و پیروز باشید. با شما بودم شوکت محمد در برنامه فردای تاجیکستان. با امید فردای خوبی تاجیکستان یکایک شما را به الله پاک میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.